دادبانان دانا، مرکز آموزش‌های حقوقی کاربردی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه مخاطبین گرامی. امروز دوشنبه 16 تیر 1399 در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث پرسش و پاسخ‌های کتاب شرح جامع قانون مدنی. امروز مواد 338 قانون مدنی تا 465 رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد که عمده مباحثمون بحث بیع و خیارات هست. طبیعتا بحث مهمی است و میتونه سوالات متعددی رو هم از این قسمت در آزمون‌های حقوقی به همراه خودش داشته باشه. خب تا آقای دکتر ترکمن به ما اضافه بشن و بحث پرسش و پاسخ رو داشته باشیم، باز هم این موضوع رو تاکید میکنم که این لایف ها سیو میشه و در کانال تلگرامی دادبانان قابل دانلود و مشاهده است و بحث الحاقات کتابم سوال دوم پرتکراری بود که همیشه مطرحه که اون هم در کانال تلگرام و سایت دادبانان و همچنین سایت خودم قرار گرفته و دوستان میتونن الحاقات رو دانلود بکنن. حتما الحاقات رو کسانی که کتاب سال 99 رو ندارن حتما تاکید میکنم که الحاقات رو دریافت بکنن. اگر تلگرام ندارن از طریق سایت، آدرس تلگرام و سایتمون هم در پیج دادبانان وجود داره و بر اساس آدرسی که در خود پیج اومده به کانال تلگرامیمون و سایتمون دسترسی پیدا بکنن و از الحاقات استفاده کنن. آقای دکتر سلام. سلام عرض ادب. خدا دکتر سلامتین؟ ممنون، متشکرم، مرسی. شما خوبین؟ سلامتین؟ مرسی. من سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبای عزیزم. خب آقای دکتر، با توجه اینکه این مبحث هم مبحث مهمی، سوالات زیادی هم رسیده، انشالله سریعتر شروع بکنیم که ما در خدمت دوستان باشیم و بتونیم سوالات زیادی جواب بدیم. پیشاپیش هم من عذرخواهی میکنم اگر واقعا ما به تمام سوالات نمیرسیم که پاسخ بدیم، عذرخواهی میکنم. حالا امیدوارم تا اونجایی که ممکنه بتونیم به پرسش‌ها پاسخ بدیم. بله. خب آقای دکتر شروع کنیم. بله در خدمت هستم. خب در رابطه با زیرنویس 7 ماده 338 فرمودین که در رابطه با بیع کلی فیزم است. بله. که آقای دکتر کاتوزیان بیع کلی فیزم رو تملیکی میدونن، آقای دکتر شهیدی عهدی میدونن. سوال اینه که حالا چه عهدی بدونیم چه تملیکی بدونیم، با انعقاد عقد بی اگر به صورت کلی فیزم معامله شده باشه، خریدار با انعقاد بی طلبکار محسوب میشه یا خیر؟ به نظر میرسه که حق دینی داره دیگه، یعنی تا زمانی که تعیین مصداق نشده، چون مال معینی در عالم خارج وجود نداره، حق عینی براش متصور نیست. ولی از اونجایی که مقتضی مالکیت فراهمه و تعیین مصداق مالکیت منتقل میشه، در سوالاتی که مطرح میشه ما این رو جزء دسته عقود تملیکی میدونیم، یعنی بی در جمعی اقسامش تملیکی است. منتها اگر حالا عین معین باشه، به مجرد وقوع عقد بی اون مالکی در واقع حق عینی هم ایجاد میشه. ولی زمانی که کلی فی الذمه است طبیعتا حق دینی است و تعیین مصداق که میشه اون وقت تبدیل به حق عینی و انتقال مالکیت میشه. درست. خب در رابطه با ماده 343 که در رابطه با معامله به صورت شرط، یعنی بیع به شرطه، که حالا متن ماده در رابطه با شرط مقدار صحبت میکنه و سوال پرسیدن که بر اساس حالا زیرنویس 3 پرسیدن. گفتن که اگر مورد معامله به صورت کلی در معین باشه و به صورت شرط معامله بشه و تخلف صورت بگیره،
تکلیف چیه. البته فکر میکنم منظور از شرط مقدار و شرط وصف بوده، چون جنس که با توجه به زیرنویس 2 نمیتونه شرط باشه. ببین خدمتتون عرض بکنم که خب میدونید ما دو تا حالت داریم، یه بحث عین معین، یکی کلیه. احکامشون روشنه، ولی در حکم عین معین یا همون کلی در معین یه چیز بینابینیه که همیشه این سوال وجوده که ما باید خلاصه تابع احکام کدوم یکی از این دوتا بدونیم. زمانی که خب مورد معامله عین معینه و از اوصافش تخطی میشه، مشروط له حق فسخ داره. اگر کلی بود حق فسخ اصولا متصور نیست. کسی که شرط به نفعش شده میتونه الزام بکنه، اگر الزام ممکن نشد در حالت دوم میتونه فسخ بکنه. در کلی در معین ما اگر به میزانی که مطابق با شرطه داشته باشیم، به نظر میرسه که جایی برای، یعنی مبنایی برای فسخ وجود نداره، باید الزام بشه. یعنی به عنوان مثال اگر 10 تا دونه مثلا ما مورد معامله مثلا 3 تا از 10 تا رو بفروشیم که مثلا در انبار ما هست، اگر به اندازه 3 تا کالا که ما فروختیم مطابق با اوصاف قراردادی وجود داشته باشه، باید شخص فروشنده همون 3 مورد رو تسلیم بکنه و برای خریدار حق فسخ متصور نیست. ولی اگر کمتر از این میزان باشه به نظر میرسه که میتونه به مانند عین معین قرارداد رو فسخ بکنه. بنابراین بفهم. پس نتیجه این شد که اگه عین معین باشه که خب اگه وصف باشه فسخ میده، حالا اگر هم مقدار باشه خب تابع همون ماده 355 و 385 و 384 بعد ببینیم کدومشه. اگه کلی در معین باشه و وصف باشه بعد ببینیم که به مقدار مبیعی که ما معامله کردیم تو مجموعه هست یا نیست. اگر بود که الزام میشه دیگه. بله دقیقاً. بنابراین تو این موارد باید دوستان فقط همین نکته رو رعایت بکنن، یعنی زمانی که کلی در معینه اگه به میزان مورد معامله اون منطبق بر مورد معامله وجود داره کالا که ما تحویل بدیم و تحویل بدیم، اگر نه دیگه میره هم مشمول بحث فسخ. درست. خب آیا دکتر ماده 348 توی زیرنویس 10 فرمودید که منظور از غیر مقدور بودن عمل مورد معامله که از جهات بطلان معامله است این است که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد. یعنی در واقع توی زیرنویس شماره 10 راجع به نامقدور شدن مورد معامله صحبت کردین. حالا سوالی که پرسیده شده اینه که فرق غیر مقدور شدن با از دست دادن قدرت به تسلیم تو چیه؟ ببینید زیرنویس در مورد این صحبت میکنه ما دو جور عدم قدرت داریم. هیچ فرقی بین غیر مقدور بودن با عدم قدرت بر تسلیم مفهوماً یکیه. شما زمانی که اون کاری که باید انجام بشه انجام یک تسلیم ماله، ما معمولاً از اصطلاح عدم قدرت بر تسلیم استفاده میکنیم. یعنی اگه کسی توان تسلیم یک مالی رو نداره میگیم عدم قدرت بر تسلیم. حالا اگر یک کاری رو باید انجام بده که اون بحث تسلیم مال نیست ولی امکان پذیر نیست، ما از اصطلاح غیر مقدور بودن استفاده میکنیم. لذا پس به لحاظ مفهومی تفاوتی بین این دوتا خیلی وجود نداره. اما نکته‌ای که شاید باید بهش توجه کنیم که ما دو جور عدم قدرت بر تسلیم داریم، دو جور غیر مقدور بودن داریم. یه غیر مقدور مطلقه، یعنی نه متعهد میتونه انجام بده نه شخص دیگری. یه غیر مقدور نسبی است، عدم قدرت بر تسلیم نسبی است و اون زمانی که متعهد نمیتونه انجام بده ولی اشخاص دیگری غیر از متعهد میتونن انجام بدن. خب زمانی که بحث غیر مقدور مطلقه خب طبیعتاً باطله، کاریه که نه متعهد میتونه انجام بده نه کسی دیگه‌ای، این باطله. حالا چه در قالب شرط باشه شرط باطله، اگه عقد باشه تعهد اصلی باشه که عقد باطله. اما زمانی که غیر مقدور نسبی است اصولاً عقد صحیحه مگر اینکه قید مباشرت شده باشه دیگه. یعنی ما اصلا اجرای تعهد توسط شخص دیگری غیر از متعهد اصلا مد نظرمون نباشه. بنابراین زیرنویس 10 در مورد این صحبت میکنه و الا ماهیتا فرق غیر مقدور با عدم تسلیم همین تفاوت جزئیه که خدمتتون عرض کردم.
که حالا با توجه به حرفایی که فرمودیم بچه‌ها باید توجه کنن که اگه مسئله راجع به نامقدور شدن دادن باید چک کنن که خود عقد اصلی نامقدوره یا شرط. اگه شرط بود که خب شرط باطله، عقد صحیحه. حالا گاهی اوقات حق فصل ایجاد میشه بر اساس ماده 240، ولی اگه خب خود عقد اصلی نامقدور شد که بر اساس زیرنویس 10 باطل حساب میشه. خب آقای دکتر راجع پرسیدن که ماده 350 زیرنویس 4 رو توضیح بدید. البته این دوست گرامی که پرسیده بر اساس چاپ 97 پرسیده. زیرنویس 4 رو من بر اساس چاپ 97 میخونم. میگه اگر شخصی 1/4 از 10 تن برنج انبار خود را بفروشد و بعداً کشف شود که پیش از معامله نیمی از برنج تلف شده بوده است، خریدار نمیتواند مدعی مالکیت بر 2.5 تن برنج از 5 تن برنج موجود در انبار شود، زیرا از عبارت 1/4 استنباط می شود که مبیع به نحو مشاع خریداری شده. لذا در فرض سؤال به واسطه فقدان قسمتی از مبیع مستنداً به ماده 361 به جزءاً باطل است و خریدار می تواند تقلیل ثمن دهد یا به استناد خیار تبعض به سعی را فصل کرده و ثمن را مسترد کند. اینو فهمیدن توضیح بدید. ببینید برمیگرده اساساً فهم این مطلب به تفاوت فروش مال به نحو مشاع و فروش مال به نحو کلی در معین. یعنی اگر من بیام در یک انباری که 500 کیلو برنج هست بیام بگم آقا من 1/2 این برنج ها رو به شما میفروشم، بعدن کشف بشه که در انبار 250 کیلو برنج بیشتر نبوده، یعنی حین المعامله 250 کیلو موجود بوده، در اینجا خریدار نمیتونه الزام بکنه به تحویل اون 1/2. چرا؟ به خاطر اینکه حین المعامله داشته 1/2 از 500 کیلو رو خریداری میکرده. بنابراین مثل فرضی میمونه که مبیع جزءاً موجود نبوده حین العقد. اتفاقی که میفته اینه از 250 کیلو برنجی که الان در انبار هست اگر من پس مشاعاً خرید کردم 1/2 از 500 کیلو برنج، بعدن کشف میشه که پس حین المعامله 250 کیلو بیشتر نبوده، پس من 1/2 250 کیلو یعنی 1/2 موجودی انبار رو خریدم، پس 125 کیلو که من مالکم. منتها خب عملا چه اتفاقی افتاده؟ من پول 1/2 500 کیلو رو دادم، پول 250 کیلو رو دادم، بنابراین نسبت به قسمتی از در واقع معامله نسبت به قسمتی باطل تلقی میشه و خریدار میتونه یا همون 125 کیلو رو قبول کنه و تقلیل ثمن بده یا اینکه قرارداد رو کلا فسخ بکنه و پول خودش رو مسترد بکنه. یه نکته ظریفی هم اشاره بکنم، این ناظر به فرضیه که حین المعامله موجود نباشه. اگر حین المعامله 500 کیلو برنج در انبار بوده و منم خریدم، چون میدونید ما در بحث خرید مال مشاع تسلیم نداریم، چون تسلیم نداریم، چون تصرفات مادی در مال مشاع منوط به رضایت همه شرکاست، پس چون تسلیم نداریم انتقال ریسک یا همون ضمان معاوضی در خرید مال مشاع از تسلیم نیست، از زمان انعقاد قرارداده. پس اگر بعد از اینکه من اون موجود 1/2 موجودی انبار رو خریدم نیمی از موجودی انبار تلف میشد، در این صورت هیچ حقی برای خریدار متصور نیست. چرا؟ چون خب زمانی که خرید 250 کیلو بوده تلف به مال هر دو شریک میخوره. پس این یه نکته اولی که بهش توجه بکنیم که در واقع نحوه خرید ما به صورت مشاع یا کلی در معین. اگر مشاع مال قبل از معامله تلف شده و ما به تصور موجود بودن خریدیم، یا اینکه نه بعد از اینکه معامله انجام شده تلف شده، این دو تا فرض هم با هم دیگه فرق میکنن. گفتیم اگر بعد از معامله تلف بشه اساسا حقی برای خریدار متصور نیست. اما اگر به صورت کلی در معین خرید شد، یعنی چی؟ یعنی در انبار 10 تا کیسه برنج 50 کیلویی وجود داره، من 5 کیسه رو خریداری میکنم، 5 کیسه از 10 کیسه در واقع برنج موجود در انبار. خب در اینجا اگر مشخص شد که حین المعامله 5 تاش وجود نداشته، خب
خب اشکالی ایجاد نمیکنه چون 5 تا هنوز به میزانی که من خریدم موجوده. بنابراین اینجا بحث فقدان مبی نداریم چون به میزانی که من خریدم مبی موجوده. اگرم پیش از تسلیم و تعیین مصداق به عبارت بهتر مبی تلف شد، اگه به میزان 5 تا بود بازم تأثیری در حقوق خریدار نداره چون ضمان معاوضی میگه تلف از کیسه در واقع فروشنده هم تسلیمی انجام نداده دیگه. چون فروشنده تسلیم هنوز انجام نداده بنابراین به میزانی که موجوده خریدار میتونه تصرف بکنه اگر اون 5 تا کیسه‌ای که از بین رفته و 5 تا کیسه هر موضوع قرارداد بوده. پس جنبندی که باید بکنیم، پس این دوستان برای اینکه این فروش که فوق العاده مهمه، یعنی امکان طرح سوالات از این مباحث فوق العاده زیاده. یک، تفکیک بین کلی در معین و مال مشا که معمولا مال مشا به صورت کسری سوال میاد، یعنی 1/2 1/3 اینا ظهور در خرید مال به صورت مشا داره. برعکس اگه اومد گفت آقا 2 تن از 10 تن، اینا ظهور در کلی در معین داره. تلف در مال مشا اگر بعد از معامله باشه از کیسه همه شرکا میره، ولی اگر در قالب کلی در معین باشه و تلف صورت بگیره از کیسه خریدار نخواهد رفت. و اگر انقدر تلف بشه که هیچ مالی باقی نمونه برای اینکه ما تحویل بدیم، خب طبیعتا میریم بحث همون ضمان معاوضی رو باید روش اجرا بکنیم. یه کمی طولانی شد ولی فکر میکنم چون یه کمی مبحث پیچیده بود یه کمی نیاز به توضیح داشت. درسته. خب خیلی عالی، مرسی. آقای دکتر توی ماده آقای دکتر ترکمن، یکی از دوستانم چون یه سوالی پرسید دقیقاً همین مرتبطه، تا رد نشدیم اگر موافقین من این سوال رو هم جواب بدم. یکی از دوستان در مورد زیرنویس بعدیش هم یه سوالی مطرح شده، اینم قابل توجهه. فرض بکنید که من میام 1/2 از 500 کیلو برنج موجود در انبار رو به شما میفروشم. پس یه انباری دارم من 500 کیلو توش برنجه، 1/2 رو به شما میفروشم. وقتی میگم 1/2 پس یعنی به صورت مشا. شما به مجرد وقوع عقد بی مالک 250 کیلو برنج. حالا اگر اومدین 300 کیلو برنج تو انبار رو فروختین، یعنی در حالی که 250 کیلو مالک هستین به صورت کلی در معین اومدین 300 کیلو برنج رو به شخص ثالثی شمای خریدار فروختین. ما در اینجا در کتاب توضیح دادیم، گفتیم به میزان 250 کیلو صحیحه ولی مازادش تابع احکام معاملات فضولی و غیر نافذ محسوب میشه. این هم یه نکته‌ای بود که خواستم عرض کنم. خیلی عالی. پس این زیرنویس 4 و 5 ماده 350 خیلی مهم بود آقای دکتر، یعنی فروش خیلی مختلفی داشت. خیلی به نظر نیاز داره که دوستان یه ذره تأمل بکنن. یکی از شیوه‌های اساساً یادگیری آقای دکتر تبریک خود توضیح دادن، یعنی دوستان اگر خودشون یه مثالی بزنن و با مثال برای دیگران توضیح بدن، اگه بتونن این کار رو بکنن نشون بدن که مطلب براشون جا افتاده، یه کمی بازی بکنن با این اعداد ارقام و خودشون مثال‌های از زبان خودشون بزنن، عملاً میتونه بگیم که این مطلب براشون انشالله جا افتاده. من خب عرضم به حضورتون که آقای دکتر توی ماده 351 راجع به رفع جهل من یه توضیح بدم راجع به این ماده برای بچه‌ها. خب مورد معامله چه اصلا این معین باشه، چه کلی در معین باشه، چه کلی فی ذمه، بالاخره باید جنس و مقدار معلوم باشه، مجهول نمیتونه باشه. و حالا در بحث کلی فی ذمه یکی از راه‌های علم پیدا کردن ذکر کردن. ماده 351 میگه اگر مبیع کلی باشد وقتی صحیح است که جنس و مقدار ذکر بشه. حالا سوالی که پرسیدن راجع به زیرنویس 1 این ماده است. حضرت عالی تو زیرنویس 1 گفتیم که از طریق ارائه نمونه هم میشه رفع جهل کرد، یعنی الان میشه ذکر و ارائه نمونه. حالا سوال پرسیدن که اگر وصف و جنس رو از طریق ارائه نمونه معلوم کنیم و خلاف در بیاد چی میشه؟ خب حالا البته ضمانت اجرا شد تو فکر میکنم ماده بعدی تو 353 گفتید. حالا بازم ممنون میشم اینجا توضیح بدید واسه بعضی. خب ببینید
سوال حالا اگر دقیق تر بخوایم مطرح کنیم بریم سراغ اگه فروش از روی نمونه منظور هست میره مشمول ماده 354 میشه. فروش از روی نمونه هم دو حالت داره، میتونه هم عین معین باشه هم کلی باشه. عین معین مثل چی؟ مثل این که من یک کیسه برنج به شما بفروشم، شما یه قسمتی از همون برنج موضوع معامله رو به شما نشون بدم و بگم بقیه برنج ها مثل همینه دیگه، نیازی نیست شما کل برنج کیسه رو خالی بکنی که ببینی، بقیه هم مشابه عین همینه در واقع. خب اینجا میشه فروش کالا از روی نمونه به صورت عین معین. خب اگر نبود، خب اگر اشتباه در وصف باشه، یعنی تخلف از وصف باشه، مشروط له حق فصل. اگر در جنس، خب طبیعیه که نسبت به اون قسمت غیر منطبق طبق ماده 353 باطل، نسبت به مابقی هم میتونه شخص خریدار تبعض صفقه کنه و اون قسمت صحیح رو هم وصف کنه. اما اگر من مثلا میگم یه نمونه‌ای به شما نشون دادم، یه نمونه گلدونی رو به شما نشون دادم، قرار شد برم 100 تا از این گلدون برای شما چیکار کنم؟ بیارم، یعنی به صورت کلی با شما معامله کنم. یه گلدون تو ویترین به شما نشون میدم، میگم 100 تا مثل این گلدون رو من چیکار میکنم؟ برای شما میارم. خب اینجا میشه فروش به صورت کلی، بازم از روی نمونه. اگر وقت منطبق نبود یا حتی جنسی که دارم تسلیم میکنم منطبق نبود، طبیعتا شما حق فسخی ندارین، بعد من الزام کنید که من مبیع مطابق با همون جنس و همون وصف شما تحویل بدم. این میشه کل داستان فروش از روی نمونه، عین معین، کلی، تخلف از جنس، تخلف از وصف. فقط من جمع‌بندیش کنم. پس تو عین معین اگه تخلف وصف رخ داد فسخ، اگه تخلف از جنس رخ داد باطله. توی کلی هم تخلف از وصف هم تخلف از جنس رخ بده الزام میکنه. بله. عالی. خب آقای دکتر، ماده 353 راجع به همین باز دوباره بحث جنس و وصفه، میگه هرگاه چیز معین، یعنی خب ماده داره راجع به عین معین صحبت میکنه، میگه هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته بشه و در واقع از آن جنس نباشد به باطل است. حالا سوالشون اینه که توی ماده 353 شماره یکش که حالا توضیح دادیم، حضرت عالی فرمودید این بطلانه مال عین معینه. همین الان هم صحبت کردیم راجبش که آقا اگر تو عین معین خلاف در بیاد جنس باطله، و تو زیرنویس یکش هم فرمودیم که اگه کلی فی ذمه باشه الزام میکنیم. همین الان هم گفتیم. حالا سوالش اینه که اگه کلی در معین بود چی؟ یعنی الان ما میگیم عین معین باطل، کلی الزام، کلی در معین چیکار کنن؟ خب باز همون سوالی که بود میکنم جز اولین سوالایی که مطرح شد، گفتیم اگر به میزان قلم فروخته شده از مجموع اون کالاها موجوده تابع حکم در واقع عین معین، اگر که نه موجود نیست، بنابراین وقتی من میام میگم آقا فلان به شرط مثلا به عنوان فلان جنس دارم از شما خریداری میکنم، مثلا 10 تا گردنبند عین همه، قراره 3 تاشو به صورت کلی در معین شما به من بفروشید. اگر به عنوان جنس طلا داره معامله میشه و 3 تا از اون گردنبندا واقعا طلا هست، بنابراین اینجا مشکلی در معامله اساسا وجود نداره. اگر که نه هیچ کدومشون نیست، خب اینجا میتونیم در واقع قائل به بطلان معامله بشیم. اگر برخی هست و برخی نیست، خب اون برخی که نیست باطله، اون برخی که هست صحیحه، ولی قسمت مشمول قسمت دوم ماده 353 یعنی خریدار تبعض صفقه داره. بنابراین در فروش‌های کلی در معین همیشه باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا به میزان آنچه که فروخته شده کالا وجود داره در اون مجموعه کالا یا اینکه نه. درسته. خب آقای دکتر، راجع به ماده 355 بحث مقداره که میگه اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد، بعد معلوم بشه که کمتر باشه مشتری فسخ داره، اگه معلوم بشه بیشتره بایع میتونه فسخ کنه، مگر اینکه طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه ترازی کنن. سوال اولشون این بوده که
فرق این ماده با 149 ثبت چیه و تو سوالا اصلا چجوری متوجه بشن که سوال از 149 ثبت داره طراحی میشه یا قانون مدنیمون داره طراحی میشه. این سوال اولشون. یه سوال دیگه هم پرسیدن راجع به یکی از پاورقی هست. حالا اینو جواب بدیم بعد برسیم سوال دوم. خب ببینید یکی از پرسش هایی که بازم نیاز به یک کمی بررسی بیشتر داره ارتباط مواد 355 384 385 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت. البته اگر دوستان به زیرنویس ماده 384 قانون مدنی مراجعه بکنن، ما در زیرنویس 384 فروض مختلف رو در اونجا مطرح کردیم و گفتیم که به اعتقاد ما 355 و 385 بیانگر حکم واحدی هستند، یعنی موضوع و حکمش واحده. 384 متفاوت با این دوتا ماده است و 149 قانون ثبت هم به اعتقاد ما حکم در واقع موضوع و حکم غیری از اینها داره. حالا بعضی اعتقاد دارن که 149 ثبت تخصیص زده، حالا یا ماده 355 و یا 384، ولی حالا توضیح که خواهم داد به اعتقاد ما اینها هر سه تا قابل جمعن و تعارضی با هم دیگه ندارن. ما در زیرنویس ماده اومدیم گفتیم که دو تا موضوع رو ملاک قرار بدیم. هر مبیعی که میخواد معامله بشه، یک، بپرسیم آیا مبیع قابل تجزیه است یا غیر قابل تجزیه، این معیار اول. دو، آیا ثمن مقدار در مبیع نمودار ارزشش هست یا نیستش. این هم یک مطلب که از این تحت عنوان اساسی بودن خدمت شما عرض بکنم مقدار صحبت کردیم، یعنی گفتیم مقدار جنبه اصطلاحاً اصلی دارد. خب بر این اساس اومدیم گفتیم که جایی که مبیع غیر قابل تجزیه است و مقدار وصف مبیع، یعنی جنبه فرعی داره، جنبه اصلی نداره. مثالمونم یه قطعه زمینی در روستا هاست. معمولا شما یه قطعه زمین در روستا اولا غیر قابل تجزیه است. مثلا فرض بکنیم حالا یه ملکی باشه، قابلیت این نداره که اینو بخوای نصفش بکنیم، مثلا میگید دو تا اتاق خوابش اینور، مثلا حیاتش مثلا یک سمت دیگه، پس این غیر قابل تجزیه است و مقدار درش جنبه اصلی نداره. یعنی درسته که هر چقدر بزرگتر باشه قیمتش بیشتره، ولی شما نمیتونید یک رابطه منطقی بین مقدار و ارزش کل مبیع ایجاد بکنید. یعنی مثل زمین‌های شهری نیست که بگن مثلا از قرار متری 1,000,000 تومان داره معامله میشه. ما میگیم در این موارد پس تجزیه که ممکن نیست، مقدارم که جنبه وصفی داره، بنابراین هر کی زیان کرده میتونه معامله رو فسخ کنه. اگه مبیع اضافه در اومد پس بایع زیان کرده میتونه فسخ کنه، اگر کم در اومد مشتری ضرر کرده میتونه قرارداد رو فسخ بکنه. مثال دیگهش رو فرش که موضوع 385، شما وقتی که فرش رو میخری، فرش غیر قابل تجزیه است. یعنی شما نمیتونی بگی اگه یه فرش 12 متری در اومد مثلا 14 متری، شما این رو بخواید 2 مترش رو ببرین مثلا، خب همچین چیزی ممکن نیست. یا مثلا اگر فرش 12 متری در اومد 9 متر، که شما نمیتونی بگی اضافه مال بایع است، یعنی بگی مثلا 3 مترش مال بایع است، پس چون مبیع پس غیر قابل تجزیه است. حالا در قالب موارد شما فرش 12 متری گرونتر از 9 متریه، ولی شما نمیتونی بگی چون فرش 9 متری مثلا 9,000,000 تومانه پس الزاما 12 متری 12 میلیونه. لزوما اینطوری نیست. یا مثلا تلویزیون، شما تلویزیون چون مثلا 36 اینچ مثلا 3,600,000 باشه، نمیتونی نتیجه بگیرین که پس مثلا 45 اینچ پس 4,500، چون بر اساس اینچ که تعیین نمیشه. پس این میشه یه فرض. پس فرضش میشه در جایی که مبیع غیر قابل تجزیه است، فرش، تلویزیون و مقدار هم درسته که رو قیمت موثره، ولی ارتباط مستقیمی نداره که من مشتری خودم بتونم مبلغ رو چیکار کنم، محاسبه بکنم. پس این میشه یه فرض، موضوع مواد 355 و 385 و به شما خیار تخلف حالا وصف یا شرط میده. اگه شرط شده باشه میشه خیار تخلف از شرط، اگه به وصف فروخته شده باشه میشه خیار تخلف وصف.
این یه فرض دوم دقیقاً روبروی اینه، یعنی هر دو تا گزارش فرق میکنه. مبی قابل تجزیه است مثل برنج و نکته دوم اینه که مقدار جزء مبیه. شما میایین یک کیسه برنج رو وزن میکنی، بهتون میگن 50 کیلوه، میگی خب برنج کیلویی چنده؟ به شما میگن کیلویی 10,000 تومان. شما خودتون جمع‌بندی میکنید، میگی پس این یک کیسه برنج میشه 500,000 تومان. چجوری به این جمع‌بندی رسیدید؟ چون مقدار جزء مبیه. پس یه نکته دوستان اگر میخوام بدونن مقدار جزء مبی است یا نه، میتونن یه معیاره. آیا من میتونم از قیمت اجزا به قیمت کل مبی برسم؟ اگه من میتونم از قیمت اجزا به کل مبی برسم، پس نشون میده مقدار جزء مبی. یا یه جور دیگه بگیم مقدار میتواند در محاسبه موثر باشه. خب اینم مثال دوم. پس حالا اگر من اومدم به شما برنج فروختم، به جای 50 کیلو در اومد 60 کیلو، در اینجا 10 کیلو اضافی مال بایع است. چرا مال بایع است؟ چون قابل تجزیهش میشه جدا کرد. حالا اگر 50 کیلو در اومد 40 کیلو، یعنی انگار 10 کیلو اصلا مبی موجود نبوده. بنابراین به نسبت به اون 10 کیلو باطله، یا خریدار میتونه تقلیل ثمن بده یا به استناد تبعض صفقه قرارداد رو فسخ بکنه. پس اینم میشه فرض دوم 384. فرض سوم که ناظر به ماده 149 ثبته، یه چیزی مابین این دوتا فرضه. چرا؟ چون یه گزارش شبیه 355، یه گزارش شبیه 384. مبی غیر قابل تجزیه است، خونه است دیگه، غیر قابل تجزیه. پس شبیه 355 و 385. اما مقدار در اینجا چیه؟ جنبه اصلی داره، یعنی به میزان هر متر مربعی که اضافه میشه، مبلغ کل معامله چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. به همین دلیله که ماده 149 ثبت میگه اگر مبی بیشتر در اومد، نمیگه مازاد مال بایعه. چرا نمیگه مازاد مال بایعه؟ به خاطر اینکه اصلا مبی قابل تجزیه نیست، پس تابع احکام ماده 384 نیست. از یه طرف دیگه خیلی جالبه، اصلا صحبت از فسخ معامله نکرده. گفته خریدار باید چیکار بکنه؟ گفته میتونه بیاد مابالتفاوت رو پرداخت بکنه، سندش رو اصلاح بکنه. خب آیا ما تو 355 میتونیم این کارو بکنیم؟ نه. یعنی ما تو 355 385 میتونه اصلا نه فروشنده میتونه الزام کنه اضافی بگیره، نه خریدار میتونه اضافی رو پرداخت بکنه و مانع فسخ بشه. 355 گفته آقا فروشنده میتونه فسخ بکنه اگه زیادتر بود، مگر اینکه طرفین توافق کنن، در حالی که در 149 بحث توافق مطرح نیست. بنابراین جنبندیمون اینه که به اعتقاد ما 149 قانون ثبت یک، با توجه به تحولاتی که در حوزه حالا بحث املاک رخ داده و قیمت ملک ارزشمند شده، فرض سومی رو پیش بینی کرده. مبی غیر قابل تجزیه ولی مقدار درش مهمه، مبنای محاسبه است. هر متر مربعی که اضافه بشه، مقدار به یه نسبت مشخصی افزایش پیدا میکنه. این کل بحث مقدار در خرید و فروشه که میبینید مقدار میتونه پس جنبه‌های مختلفی داشته باشه. مقدار میتواند وصف مبی باشد، مقدار میتواند جزء مبی باشد و مقدار میتونه مبنای محاسبه باشه. درسته. آقای دکتر فقط یه سوالی، حالا فرمودید که یه سری معتقد از 149 تخصیص زده، ولی خب حضرت عالی اینو گفتین تخصیص نزده. اینا فقط یه چیزی، الان اگه تو سوالا بدن، حالا مثلا بچه‌ها بخوام بدن 140، غالبا که ماده 149 سوال میدن، یعنی از سال اگه حضور ذهن داشته باشم 92 به بعد همیشه 149. خیلی کم پیش اومده راجع به مال غیر معمول سوال بدن بعد مثلا ماده 355 اعمال بشه. ولی این مثلا بودن کلمه شرط تو مسئله میتونه یه گرایی باشه مبنی بر اینکه آقا این 149 نیست چون تو 149 مساحت معینه مثلا. ممکنه یعنی یه قرینه بگیریم که اینجا مقدار جنبه وصفی داره. ولی خب ببین اگر آقای دکتر تو سوال صراحتاً بیاد مثلا بگه از قرار متر مربع اینقدر، دقت می‌کنی؟ اگه بیاد بگه از قرار متر مربع اینقدر، نشون میده که پس مقدار اینجا مبنای محاسبه است. بنابراین همون مشمول 149 ثبت. فقط میدونی شرط شدن چه واسطی میده؟ عملا میتونه حق فسخ هم مطرح بکنه.
چون تو 149 طرف فصل نداره. آره 149 فصل نداره، چون قانونگذار فرضش این بوده که مقدار در اینجا صرفاً مبنای محاسبه است. یعنی شما ببینید خیلی هم دور از ذهن نیست. من یه ذره توضیح بدم شاید برای دوستان. ببین شما میری یه خونه بخرید، میری نگاه میکنید میگی من 2 خوابه میخوام، مثلا خونه 1 خوابه نمیخوام. یا مثلا چشمی نگاه میکنید میگی آشپزخونهش کوچیکه. یعنی ما عموما خونه رو با ابعاد میخریم نه با متراژ. معمولا متراژ برای محاسبه است. یعنی میگیم خب حالا اینو پسندیدیم، به نظرمون ابعادش برای اون چیزی که ما میخوایم خوبه، حالا متری چنده؟ میگن این منطقه متری 40 میلیون تومنه. حالا میگن کلش چقدره؟ میگن 100 متر. خود طرف ضرب میکنه میگه خب پس 4 میلیارد تومان قیمتش. حالا اگه واقعا در اومد 102 متر، واقعا موضوع قصد مشترک طرفین نبوده؟ بوده، با ابعاد خریده. اگه شد 98 متر اصلا تخلفی صورت نگرفته. یعنی چه بشه 98 متر چه بشه 102 متر اصلا تخلفی صورت نگرفته. فقط معلوم میشه که محاسبه اشتباه بوده. ما چون فکر میکردیم 100 متره اومدیم 4 میلیارد دادیم، حالا فهمیدیم 98 متره پس 2 متر زیادی دادیم، فهمیدیم 102 متره پس 2 متر کم دادیم. حالا اگر کسی اومد شرط هم کرد پس نشون میده که حالا میخواد به مقدار یه اهمیتی هم از این جهت بده دیگه، یعنی فقط مبنای محاسبه نیست. بنابراین میتونه به دلیل تخلف از شرط فسخ هم بکنه. پس نکته قشنگی رو شما اشاره کردید دوستان، برای اینکه حالا تو سوال متوجه بشن که در واقع منظور کدوم ماده هست. اگر صرفا گفتن آقا از قرار مثلا یه کسی خونه خریده از قرار متر مربعی 40 میلیون تومان، این 149 سخته چون مقدار مبنای محاسبه است. اگر متر مربع نگفت، گفت یه کسی خونه خریده به شرط اینکه 100 متره، این به نظر من مشمول 355 385. حالا یه فرض ترکیبی هم داره، هم متر مربع رو بیاره هم شرط بکنه. به نظر من بله به نظرم میتونه فصل. خیلی بحث زیادی بود دکتر. البته آره من الان امیدوارم که وقتمون جواب بده. ببینید که من یه نکته دیگه هم عرض بکنم چون اینم پرسیدن، چون اینجا هست. ما یه ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان هم داریم که اون دیگه تخصیص داده قانون مدنی رو. اون در واقع دیگه اومده در واقع حداقل بگیم عمومات رو، حالا یا قانون ثبت رو بگیم عموماتی که الان توضیح دادیم و تخصیص داده و اونم کاملا درسته. ببینید تو متراژ کم عرف باید مسامحه بکنه. قانون پیش فروش اومده گفته آقا اگه اختلاف تا 5% بود چه کم چه زیاد حق فصل نداره. چرا؟ چون گفته عرفاً قابل تسامحه. فقط این نکته رو من میخوام اضافه کنم تو بحث پیش فروش که دقت بکنن که قانون پیش فروش صراحتاً میگه عنوان این قانون ملاک عمل نیست. بنابراین دوستان دقت کنن که اولا سوال در مورد فروشه یا پیش فروشه. اگر ملک موجود رو داریم معامله میکنیم خب همین بحثی که تا الان داشتیم. ولی اگر سوال اومده که کسی داره میفروشه که ملک رو بسازه، ملک نیمه کاره است هنوز ساخته نشده است، اصلا از تمام این مباحثی که گفتیم بیاد بیرون. یعنی صدر سوال رو خوند و دید موضوع فروش یک خونه است که اصلا هنوز ساخته نشده، قرار در آینده ساخته بشه، این دیگه مشمول قانون پیش فروشه و عنوانش هم هیچ مهم نیست. یعنی عنوانش رو بذارن صلح، بازم مشمول قانون پیش فروش ساختمانه و باید با توجه به قانون پیش فروش ساختمان جواب بده. بنابراین بنابراین تو قانون پیش فروش ساختمان هم شما میدونید پیش فروشنده در هیچ فرضی حق فسخ نداره، چون میگن خودش ساخته دیگه. حالا اگه زیاد ساخته کم ساخته خودش. بنابراین برخلاف قانون مدنی که تو 355 میگه اگه مقدار بیشتر بود بایه میتونه فسخ بکنه، ما در پیش فروش به هیچ وجه پیش فروشنده در هیچ فرضی حق فسخ نداره. پیش خریدار که حق فسخ داره زمانی که اختلاف بالای بیشتر از 5% تفاوت داشته باشه. خدا کنه که آقای دکتر از زمان اگه خواستن سوال بدن منقول سوال بدن، اصلا غیر منقول نشه. خب خیلی عالی، خیلی جامع و کامل. خب سوال بعدی راجع به ماده 367 پرسیدم، راجع به زیرنویس یکش. من فقط زیرنویس یک رو و خود ماده و زیرنویس یک رو واسه دوستان بخونم. ماده 367 میگه که تسلیم یعنی دادن مبیع به تصرف مشتری،
به نحوی که متمکن از انواع تصرفات و انتفاعات باشه. و قبض یعنی استیلای مشتری و مبیع. یعنی راجع به بحث تسلیم و قبض. زیر نویسه که آقای دکتر فرمودن که منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست. قبض مادی نیز اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد تسلیم محسوب نمی شود. مفهوم معنوی و عرفی تسلیم این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل. بله ببین مثالش شما خودرو، من خودرو رو به شما تحویل بدم، یعنی خودرو در شما، ولی کلید ماشین رو به شما ندم. خب به لحاظ مادی انگار خودرو دست شماست، ولی شما تسلط عرفی برش نداره. یا فرض بکنید که اصلا مثلا خودرو با یه کدی روشن بشه، یعنی شما یه کدی رو وارد میکنی ماشین روشن میشه، من باز خودرو رو به شما تحویل بدم ولی اون کد رو به شما ندم، خب شما اصلا امکان انتفاع از در واقع مورد معامله رو نداریم، چون میگه که متمکن از انواع تصرفات و انتفاعات باشه. بنابراین منظور این ماده اینه، میخواد بگه صرف اینکه شما تسلط مادی بر مال دارین لزوما به معنای تسلیم نیست که من مال رو در اختیار بذارم، اونم تصرف مادی داره ولی اون در واقع به عبارتی که خودش گفته متمکن از انواع تصرفات نیستیم. این داستانش از این قراره و یه مثال سادهش میتونه همین مثال خودروی چیز جالب بود. خب ماده 370 راجع به قدرت به زمان قدرت به تسلیمه که خب زمان قدرت به تسلیم اگه راجبش موعد گذاشته باشیم توی اون موعد شرطه گفتن که آیا بین عین معین و کلی در معین و کلی فی ذمه فرقیه که قدرت به تسلیم باید داشته باشیم یا خیر؟ به قدرت بر تسلیم اگر بی موعدی براش نباشه که اصلا بر اینه که نداره، ما اصل بر فوری بودن تسلیمه، بنابراین در جایی که عقد بی واقع می شود قدرت بر تسلیم در زمان انعقاد عقد شرطه. چرا؟ چون تسلیمم همون لحظه صورت میگیره. حالا اگر اجلی برای بی مقرر شد برای تحویل مبیع، قدرت بر تسلیم در زمان اجل و موعد تسلیم شرطه. حالا فرقی هم نداره کلی باشه یا عین معین باشه، منتها احتمالاً ممکنه مال کلی چون موجود نیست طرفین توافق بکنن که با یه اجلی تسلیم بکنن. طبیعتاً اگر توافق بر اجل شده باشه در سررسید قدرت بر تسلیم، و الا به لحاظ قاعده کلی باید بگیم قدرت بر تسلیم زمان انعقاد عقد مگر اجلی مقرر شده باشه که اون وقت در اون سررسید قدرت بر تسلیم شرطه. پس میشه اینجوری گفت بگیم که تو کلی فی ذمه چون غالبا برای تعیین مصداق اجل تعیین میشه، به خاطر همین عرف شده که میگن قدرت به تسلیم زمان تعیین مصداق حالا زمان اون اجل است، ولی تو عین معین غالبا چون اجل نمیذارن همون لحظه حین العقده، وگرنه قاعدش اینه که همشون حین العقد مگر اینکه اجل داشته باشن. دقیقاً همینه، یعنی اگه سوال مطرح بشه قدرت تسلیم در زمان انعقاد شرطه. درست. خب خیلی عالی. آقای دکتر بعد راجع به ماده 300 و یه سوالی پرسیدن، گفتن که اگر که بعد از عقد یا حین العقد قدرت به تسلیم از بین بره فرقی بین عین معین و کلی در کلی فی ذمه هست؟ یعنی مثلا حین العقد قدرت به تسلیم نداریم، راجع به همین ماده هست میگم ببینید زمانی که حین العقد که بی باطل، اگر قدرت بر تسلیم در زمان عقد شرط باشه و قدرت بر تسلیم موجود نبود بی باطله، فرقی هم بین عین معین و کلی فی ذمه نیست. اما در مورد عدم قدرت بر تسلیمی که حادث باشه، یعنی حین العقد موجود بوده ولی بعداً قدرت بر تسلیم از بین رفته، در اینجا برخی از حقوقدانان قائل به تفکیک شدن، گفتن اگر مبیع مثلا کلی باشد بی باطل است، اگر عین معین باشد از جهات انفساخه. علتش هم اینه که خب در مبیع عین معین به مجرد وقوع عقد بی مشتری مالک شده، حالا ممکنه تصرفاتی کرده، فروخته، نمیدونم، به هر حال منافعی ایجاد شده هستن، فرض کنیم منفعت ایجاد شده. برای اینکه حد فاصل انعقاد عقد
با زمانی که باید تسلیم صورت میگرفته خریدار مالک بوده، بنابراین قائل به انفساخن. در این تردیدی نیست. بیشتر اختلاف در زمانی که مبیع کلی باشه که برخی معتقدن که اگر مبیع کلی باشد بیع باطله. خب مرسی. راجع به ماده 377 زیرنویس 4 بله. بحث حق حبسه. خب ما اینو میدونیم که حق حبس زمانیه که حالا دو عوض حال باشه یا معجل باشه با عجله یکسان باشه. بعد توی زیرنویس 4 فرمودید که اگر دادگاه یا اجرای ثبت درخواست مدیون قرار اقساط یا مهلت عادله بده، یعنی همون بحث ماده 277، تعیین اجل حق حبس رو از بین نمیبره، زیرا اجلی که این گونه بر طلبکار تحمیل میشه حاکی از رضای او به تأخیر در پرداخت نیست. خب حالا سوال اینه که اولا گفتم که یه مثال راجع به این بزنید، حالا مثال شما بفرمایید بعد من جمعش میکنم. ببینید فرض بکنید که من با شما اختلافی دارم، مثلا 2 تا پرونده رو لحاظ بکنید که مثلا 100 میلیون تومان شما بدهکاری. یه موقع هست من میام با شما مصالحه میکنم، میگم آقای دکتر ترکمن شما چجوری میتونید پرداخت کنید؟ شما میگه آقا اگه اینو 10 تا قسط 10 تومانیش کنی من میتونم پرداخت بکنم. در اینجا چون خودم رضایت به اقساط دادم و ثمن معجل شده، بنابراین حق حبس من از بین میره. در اینجا من تعهد به تسلیم مبیم حال بوده، ثمنم حال بود، ولی خودم با رضایت خودم با شما توافق کردم، تقسیط کردم. اینجا حق حبس از بین میره. چرا؟ چون دیگه اون در واقع تقابل وجود نداره. من تعهدم حاله، شما تعهدت معجل. اما در جایی که من رضایت نمیدم و شما میری از دادگاه حکم میگیرید، در اینجا اعصار فقط اثرش اینه که همون شما تقسیط میکنید. یعنی من خواستم الزام بکنم به پرداخت، دیگه نمیتونم یک جا از شما بگیرم، باید به همون به طریق چی بگیرم؟ بر اساس همون حکم بگیرم. یا شما زندانی نخواهید شد مشمول قانون نحوه اجرای محکمه، ولی دیگه این اثر رو نداره که حق حبس من رو از بین ببره، چون حق حبس من یه تضمینی برای چی بوده؟ برای وصول طلبم بوده. بنابراین در اینجا که تقسیط ریشه در اعصار شما داره، اعصار شما اینجا شما رو از زندان رفتن معاف میکنه، ولی حق حبس من از بین نمیبره. من همچنان میتونم استناد بکنم که مادامی که شما ثمن را نپرداختی، منم میتونم مبیع رو به شما تحویل ندم. بعد یه چیز دیگه حالا برای یه نکته‌ای هم کنارش میشه گفت، تو همین بحث اقساط کردن موضوع ماده 277 یا همون دادن مهلت، همونجور که مانع حق حبس نیست مانع تعاطر هم نیست. درست میگم آقای دکتر؟ احسن، بله. اصلا اعصار مانع این نیست که مثلا من اگه اموالی از شما پیدا کنم میتونم توقیف کنم. یعنی شما میگی آقا من حکم دارم که ماهی 10 تومن بدم، من یه مالی از شما پیدا میکنم، من میتونم برداشت بکنم اون مالو. بنابراین مانع تعاطر هم نیست. دقیقاً نکته قشنگی. خب سپاس آقای دکتر. زیرنویس 1378 بله. من توضیح بدم چیه. خب ببینید بچه‌ها، همون جوری که با رعایت شرایطی زمانی که عقد منعقد میشه با شرایطی حق حبس داریم، سوال اینه که اصلا بحث انعقاد رو بذارید کنار، اومدیم ما اصلا عقد رو میخوایم منحل کنیم. خب انحلال عقد یا به اقاله است یا به فسخ یا به انفساخه. حالا سوال اینه که اگر عقد منحل شد آیا بازم حق حبس داریم؟ آقای دکتر تو زیرنویس 1 فرمودید که اگر اقاله باشه حق حبس باقی هست، یعنی حق حبس داریم، ولی اگه فسخ باشه حق حبس نداریم. سوالشون اینه که چرا تو فسخ حق حبس نداریم؟ این یه سوال. سوال دوم گفتن تو انفساخ چطور؟ ببین بحث حق حبس از آثار عقود، از قواعد عمومی قرارداد است، اختصاص به بیع هم نداره. بنابراین هر جا در بحث عقود معاوضی هستیم اصولا حق حبس هم هست. برعکس در سایر موارد عموما نداریم. پس چون فسخ ایقاع نه عقد، پس در مقام استرداد هم ما حق حبس نداریم. پس اگه معامله فسخ شد مبی نزد شما خریدار موند، دیگه طرفین نمیتونن گرو کشی کنن. در انفساخ هم همینه. انفساخ هم پس طبیعتاً حکمش همینه. یعنی با توجه به اینکه مثلا میگم
فرض بکنیم که وکالتی وجود داره، اومد و منفسخ شد بر اساس فوت، در اینجا دیگه بحث حق حبسی مطرح نیست. بنابراین در اقاله، چون اقاله رو ما عقد میدونیم، حق حبس هست، ولی در فسخ و انفساخ عموما حق فسخ در واقع حق حبسی وجود نداره، چون اینها در عقد تلقی نمیشه. درسته. خب راجع به ماده 380 البته توی ماده 380 تو بحث خیار تفلیسه، گفتن که این قسمت اول ماده که میگه اگر مشتری مفلس شود، آیا با قسمت دومش فرق میکنه؟ اونجا که مبی، یعنی ماده 380 بچه‌ها اینجوریه، میگه که اگر مشتری مفلس شود عین مبی موجود باشد باید حق استرداد آن را دارد و اگر هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند. سوال پرسیدن که این از تسلیم آن امتناع کند چیه؟ این فسخه یا چیزی دیگه یه؟ و این ماده اول و دومش فرق داره یا نه؟ بله. ببین در قسمت اول یه بحثی داریم که اصلا مفهوم مفلس چیه. آقای دکتر کاتوزیان یه نظری دارن، شما زمانی که مشتری ورشکست میشه، چه مبی تسلیم شده چه نشده، من میتونم معامله رو فسخ بکنم و مبی رو حتی اگر تحویل دادم پس بگیرم. اگه تحویل ندادم که هیچی، ولی حتی اگر مبی رو تحویل دادم میتونم معامله رو فسخ کنم، مبی عین معینم رو چیکار کنم؟ مسترد بکنم، به شرط اینکه موجود باشه مبی. خب پس این قسمت اول ماده. پس قسمت اول ماده ناظر به جایی است که شخص بعد از انعقاد قرارداد مشتری ورشکسته میشه. دقت هم میکنیم بعد از معامله، چون اگه حین المعامله باشه که اصلا معامله ورشکسته معتبر نیست. پس بعد از معامله مشتری ورشکست شده، من میتونم قرارداد فسخ کنم، خواه مبی رو تحویل دادم یا ندادم. در قسمت دوم میگه حالا اگر شما تحویل ندادین میتونی امتناع بکنی. آقای دکتر کاتوزیان قسمت دوم رو به مؤثر هم تسری دادن، یعنی اگر مشتری تاجر نیست، نه شخص حقوقیه نه حقیقی است که تاجر تلقی بشه، مؤثره، در اینجا اگر شما مبی رو تحویل ندادید، گفتن مفهوم اینجا حق حبس این نیست که ما بلا تکلیف تا آخر عمر بمونیم که ببینیم کی ایشون حالا ملی میشه. بنابراین گفتن چهره ای از حق فسخه. پس بنابراین قسمت اول با قسمت دوم این تفاوت رو داره که قسمت دوم رو تسری به مؤثر هم میدن و بنابراین اگه مشتری مؤثر شد و ما مبی رو تحویل ندادیم میتونیم قرارداد رو فسخ بکنیم. پس رو باز خیار تفلیسه؟ روش اختلاف نظره که این حالا تفلیس یا مثلا تعذر، ولی به هر حال چیزی که الان مهمه اینه که آره امکان فسخ وجود داره. درسته. خب اما رسیدیم دوباره به همون ماده های مقدار 384 دوباره رسیدیم ما و سوال پرسیده، حتی خیلی کامل توضیح داده دکتر، یکم خلاصه تر بگید در سوالا برسیم. پرسیدن 149 ثبت کمتر رو پیش بینی نکرده، چی کار کنیم؟ من به اعتقادم چون 149 ثبت یه قاعده عمومی است، هیچ فرقی بین کمتر و بیشتر نداره. اساسا اعتقادم به اینه که حتی اختصاص به ملک و اینا هم نداره. شما حتی فرض بکنید که من به شما یک بطری عسل بفروشم، خب یه بطری عسله که در واقع پلمپه، یعنی باز نیست، ابعاد معین دارم به شما میفروشم، از قرار کیلویی مثلا 100,000 تومان. تصورمونم اینه که بر مبنای 5 کیلو دارم اینو به شما میفروشم. حالا من سوال دارم، اگه این اومد 5.5 کیلو در اومد چی بگیم؟ بگیم نیم کیلوش مال بایه شدنی هستنی؟ خب مشخص مبی با ابعاد خریداری شده. خب پس 384 که نیست. حالا بیایم چیکار کنیم؟ بگیم که یک راه درستش اینه که بگیم آقا اشتباه در محاسبه شده، یعنی ما چون فکر می‌کردیم 5 کیلوه این مبلغ، حالا فهمیدیم 5.5 کیلو، پس ما این 50 تومن بیشتر بده. حالا کمتر در اومدم همینه، یعنی اگه در اومد 4 کیلو 500، بعد نمیتونیم بگیم مبی موجودم نیستا، چون بازم میگم اگر شما
شما اومدی بر اساس ابعاد خریداری کردی. این خیلی نکته مهمیه که من بر اساس ابعاد دارم خریداری میکنم یا اینکه نه. یا من مثالی که زدم مثلا در مورد گوسفند، شما اگه یه گوسفندی رو بخرید، اولا قابل تجزیه است یا غیر قابل تجزیه؟ گوسفند غیر قابل تجزیه است. خب بعد که میخوایم بخریم چجوری میخریم؟ میگن آقا گوسفند زنده، میگین کیلویی چند؟ میگن مثلا کیلویی 100,000 تومان. خب الان چجوری محاسبه ثمن میکنیم؟ میبرن گوسفند رو باسکول، این میشه مثلا 60 کیلو، قیمت در میاد، قیمتش میشه مثلا 6 میلیون تومان. خب تا اینجا داشته باشین. حالا اگر گوسفند کمتر مثلا وزنش معلوم شد که این ترازو اشکال داشته، بوده 59 کیلو، واقعا ما چی بگیم؟ 59 کیلو بگیم که مثلا مبی موجود نیست، اون 1 کیلو مبی موجود نیست، نمیتونیم بگیم موجود نیست که. اشتباه در محاسبه است. اساسا به نظر من ماده 149 بحثش اشتباه در محاسبه است. حالا اگر مقدار برای شما اهمیت داشته، شرط کردی، شرط مقدار کردی، حق فسخ هم مشروط له داره. و الا در جایی که شما بر اساس ابعاد میخریم و مقدار صرفا مبنای محاسبه است، کمی و زیادی اشتباه تو محاسبه است. بعد یه بار دیگه محاسبه کنیم، اگه زیاد دادیم پس بگیریم، کم بدیم، کم دادیم اضافه تر پرداخت کنیم. این منطقیه که به نظرم دوچار چیزم نمیشیم، یعنی با موضوعات مختلف دوگانه برخورد نمی‌کنیم. یعنی عملا یه معیار داریم، با همه میدونیم چه جوری برخورد کنیم. هیچ فرقی بین ملک و نمیدونم همین حیوان زنده‌ای که مثال زدم هم وجود نداره. پس آقای شما اعتقاد دارید که این 149 میتونه راجع به اموال منقول هم باشه، درسته؟ بله، من میگم این یه حکم کلی. حالا درسته در سوالات احتمالاً سعی میکنن که همون نص ماده رو بیارن بپرسن، خیلی پیچیده‌اش نکنن. ولی من میخوام بگم اگه یه ذره تحلیلی فکر بکنیم، ماده 149 خودش داره یه قاعده تأسیس میکنه، میگه یک، مبی غیر قابل تجزیه است، دو، مقدار مبنای محاسبه است. در اینجا نمیتونی شما بگی زیاده مال بایع. چجوری ما بگیم زیاده مال بایع؟ مثلا گوسفند 50 کیلو شد 51 کیلو، 1 کیلو چجوری مال بایع؟ بعد حالا در اومد 51 کیلو، چرا نریم اشتباه در محاسبه بگیریم بگیم خب من 1 کیلو اضافی رو باید چیکار میکنم؟ حساب میکنم. البته آقای دکتر در تایید فرمایشاتون دکترا گرایش نفت و گاز کمتره رو گفته بودن، ابعاد معینه کمتر در اومده بود، باز تابع 149 گزینه اعلام شد. یعنی اینکه فرمودید 149 و حضرت عالی هم کمتر حساب میکنید هم بیشتر، رو تابع 149 میدونید سوال بوده. ولی خب حالا منقولش سوال نبوده که اونم سوال بیاد که دیگه شما فرمودید دیگه. خب آیا به سوال پرسیدن که این 149 قانون ثبت فقط راجع به املاکی که سند رسمی دارن 149 پیاده میکنیم؟ والا میگم اینا مباحث اختلافی است. اگه بخوایم ظاهر قانون و ملاک، اگه کسی سوال اومد طبق قانون فقط زیاده، فقط ملک، فقط سند رسمی. پس اگر سوال بیاد طبق قانون، ما این سه تا معیار در واقع محدود کننده رو باید داشته باشیم. این ماده 149 فقط ناظر فرض زیاده است، فقط ناظر به ملک، فقط ناظر به ملکی که با سند رسمی معامله شده باشه. دلیلم داره، به خاطر اینکه اومده یه مبنای خاصی رو پیش بینی کرده، گفته شما بر اساس اولین سند انتقال باید این رو پرداخت بکنید، سند رسمی انتقال. بنابراین اگر ما صرفا در مورد این ماده صحبت میکنیم، میخوایم از مکانیسم این ماده استفاده کنیم، یعنی مثلا اومده گفته بر اساس اولین سند انتقال، خب مشخصه دیگه مکانیسم این ماده همین سه تا شرط رو داره. یعنی ملک، جاییه که زیاده داره، جاییه که با سند رسمیه. بنابراین بله، اگه طبق قانون بخوایم ملاک قرار بدیم این سه تا شرط رو لازم داره. ولی سوال به صورت تحلیلی مطرح بشه، مثلا همین مثال گوسفندی که خدمت شما عرض کردم، منطق حقوقی میگه که اشتباه در محاسبه است و باید مابع تفاوت محاسبه بشه، مگر اینکه در سوال قید شده باشه به شرط مثلا فلان مقدار. خب دیگه اونجا روشنه دیگه، حکم قضیه که باید در اساس 355 عمل کنیم. آی دکتر داره مهلتمون تموم میشه، من سیو بکنم، مجددا برمیگردم ادامه سوالات رو در خدمت شما هستم. مرسی. خب ما ادامه بدیم. امروز 16 تیر ماه 99 بخش اول
پرسش و پاسخمون خیلی طولانی شد. خب میدونید مبحث بیع و خیارات مبحث مهمی است، پرسش‌های متعددی هم توش مطرح شده. برای اینکه بتونیم به پرسش‌های بیشتری پاسخ بدیم ادامه میدیم تا بتونیم به برخی دیگه از پرسش‌های باقی مونده پاسخ بدیم. حالا انشالله اگه آقای دکتر ترکمن هم به ما اضافه بشن ما سریعتر انشالله بحث رو شروع خواهیم کرد. من تا آقای دکتر ترکمن بیان پرسش‌هایی که خودم یادداشت کردم از کتاب رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از دوستان در مورد ماده 387 سوال کردن، فکر می‌کنم زیرنویس 9 یا 10 هست، در مورد تلف مبی توسط ثالث. خب همونطور که مستحضرین اگر مبی توسط ثالث تلف بشه، اگر ما امکان مراجعه به ثالث رو داشته باشیم در اینجا 2 تا حق داریم. یا میتونیم بر اساس عمومات باب اتلاف و تثبیت به ثالث مراجعه بکنیم یا از باب تعذر تسلیم قرارداد رو. اما اگر امکان مراجعه به ثالث رو نداشته باشیم مثل سارق ناشناس، در اینجا معامله منفسخ میشه. بنابراین پس این نکته، این پرسشی که دوستان مطرح کردن اینو مد نظرشون باشه، صرف امکان رجوع به ثالث مانع فسخ قرارداد نیست. یعنی خریدار 2 تا راه حل داره زمانی که مبی توسط ثالث تلف میشه. یکی این که میتونه به ثالث مراجعه بکنه یا اینکه بر اساس تعذر تسلیم قرارداد رو فسخ بکنه. در جایی که امکان رجوع به ثالث وجود نداره که گفتیم در حکم قوه قاهره است و معامله منفسخ میشه. آقای دکتر تا شما به ما بپیوندی من یکی از پرسش ها رو که یادداشت کرده بود پاسخ دادم. سلامت باشید. حالا در خدمتتون هستم. آره یکی از دوستانم تو همین فاصله گفته زیرنویس‌های 365 و 366 رو توضیح بدین. حالا اونم اگه شما یادتون موند ما حتما پاسخ بدیم. این مطلبی هم که من عرض کردم تا شما بیاین مربوط به ماده 387 قانون مدنی، بحث ضمان معاوضی و تلف مبی قبل از تسلیم. دقیقاً همینجا. خب در خدمتتون هستم. بریم. سوال پرسیدن راجع به زیرنویس 14 ماده 387. حالا بله. ماده 387 که الان تمام بچه‌ها دیگه میدونن راجع به زمان معاوضی تلف عین معین قبل از تسلیم رخ بده عقد منفسخ میشه با رعایت حالا یه سری شرایطی که وجود داره. آقای دکتر تو زیرنویس 14 فرمودید که اگر مبی کلی فی ذمه باشد بعد از تعیین مصداق و قبل از تسلیم تلف قهری بشه بازم زمان معاوضی رو اجرا میکنیم و عقد رو منفسخ میکنیم. خب این که واضحه، چون که بعد از تعیین مصداق دیگه میشه عین معین و همون قاعده پیاده میشه. 2 تا سوال پرسیدن. سوال اولشون این بوده که قبل تعیین مصداق اگه یعنی من و شما کلی فی ذمه معامله میکنیم قبل از تعیین مصداق تلف بشه چی؟ واسه این نه اصلا امکان پذیر نیست که مالی که کلی فی ذمه بفروشیم تعیین مصداق هم نکنیم منطقاً اصلا تلف توش خیلی موضوعیتی نداره مگر اینکه تمام مصادیق اون مال از بین بره که اون وقت اصلا سالب به انتفاع مثبت و الا منطقاً خیلی اصلا متصور نیست که شما مال کلی بفروشی تعیین مصداق هم نکنی بعد چیزی که اصلا در عالم خارج من مشخص نکردم چجوری تلف بشه مگر اینکه بگیم تمام مصادیق اون مال تلف بشه، یعنی اصلا در عالم خارج دیگه وجود نداشته باشه من برم پیدا بکنم. بازم همین حکم جریان. بعد گفتم کلی در معین چجوری زمان معاوضی اجرا میشه؟ کلی در معینم بازم چندین بار تکرار کردیم دیگه. به اندازه شما اگر مثلا من 5 تا مثلا خودرویی که فکر کنید من 10 تا دونه پراید دارم توی یه پارکینگم 0 کیلومتر همش هم یه مدل با یه رنگ، من میام 5 تا اینا رو به شما میفروشم. حالا اگر کلی در معین فروختم 5 تاش تلف شد عملا اشکالی در معامله ایجاد نمیکنه، عملا خود به خود تعیین مصداق شده اون 5 تا باقی مونده تملیک میشه به شخص خریدار و مشکلی نیست. اگر همش تلف شد مثل این میمونه که پیش از تسلیم تلف شده عین معینی که تلف شده. اگر جزءاً تلف شد نسبت به اون قسمت تلف منفسخ، مابقی مشتری از باب تبعوض صفقه میتونه معامله رو فسخ کنه یا تغییر ثمن. خب آقای دکتر
راجع به ماده 391 بحث زمان درکه. خب توی زمان درک این بحث هستش که به هر حال خریدار چه عالم باشه مال غیر بوده، چه جاهل باشه، میتونه رجوع کنه به فضول و ثمنی که داده رو بگیره. توی زیرنویس 3 راجع به رأی وحدت‌رویه شماره 733 راجع به کاهش ارزش ثمنه. پرسیدن که این کاهش ارزش ثمن رو خریدار در چه صورتی میتونه بگیره؟ آیا فقط جاهل باشه میتونه بگیره یا اگر عالم باشه میتونه کاهش ارزش ثمن رو بگیره؟ که حالا غالبا میگن اگه جاهل باشه. حالا باز حضرت علی هم توضیح بدید ممنون میشم. ببینید همونطور که شما فرمودید در بحث اصل ثمن دریافتی از سوی خریدار که بحثی نیست، باید برگرده. اما اینکه آیا خریدار میتونه غرامات رو هم بگیره یا نه، چون مبنای رجوع برای مطالبه غرامات قاعده غروره. ما هم میدونید در غرور شرطه که مغرور جاهل باشه. علم و جهل غار مهم نیست. اینکه فروشنده میدونسته مال غیر رو میفروشه یا نه مهم نیست، ولی خریدار حتما باید جاهل باشه. خریداری که عالمه قطعا نمیتونه خسارت بگیره، فقط میتونه همون ثمن پرداختی رو مسترد. بنابراین من گوشی سرقتی میخرم، فقط میتونم ثمن رو برگرد در واقع پس بگیرم، ولی دیگه نمیتونم بگم آقا خب این مثلا گوشی اون موقع من از شما خریدم 1 میلیون الان شده 7 میلیون. یه نکته هم دقت بکنید. پس این فکر کنم روشن شد دیگه. خسارات رو کسی میتونه بگیره که جاهل باشه. علم و جهل فروشنده ملاک نیست. اما رأی وحدت‌رویه میگه چی؟ میگه در صورت کاهش ارزش ثمن بایع ملزم به جبران آن است. ببین اگر در آزمون سوال اومد، گزینه‌ای که مطابق نص رأی باشه اولویت داره. یعنی دقیقاً بگی آقا بایع چه چیزی را باید جبران کنن؟ پاسخ اینه: بایع ضامن یا ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن است. این میشه پاسخ صحیح طبق این رأی. منتها خود این عبارت دوباره مجهوله. یعنی جالبه رأی وحدت‌رویه‌ای که با هدف رفع ابهام ایجاد شده خودش ابهام ایجاد کرد. چرا؟ چون الان نمیدونیم که مفهوم جبران کاهش ارزش ثمن چیه. پس اینو داشته باشیم. پس کدوم گزینه ملاکه؟ گزینه‌ای که گفته بایع ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن است. اما اگه تو گزینه‌ها این نبود، اگر در صورت سوال طبق نظریه مشورتی اما سوال بپرسن، خیلی کم پیش میاد که نظریه مشورتی، ولی حالا به فرض اگر بگن طبق نظریه مشورتی قوه قضاییه، متاسفانه نظریه مشورتی که صادر شده گفته منظور از کاهش ارزش ثمن شاخص بانک مرکزیه. بنابراین پس گزینه‌ای میشه که گفته شاخص بانک مرکزی. اما اگر نه تو صورت سوال چیزی مطرح کرده، تو گزینه ها این گزینه بایع ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن هم نیست، چون قبلا هم طرح سوال شده به قیمت روز باید جبران بشه. یه نکته‌ای که باید خیلی بهش دقت کرد اینه که اساساً درستش اینه که منو فروشنده برگردونه به وضعیتی که بتونم همون کالا رو بخرم. اساساً ملاک قرار دادن تورم عمومی درست نیست. ببین من اومدم موبایل خریدم، ممکنه شما در یه برهه‌ای مثلا خونه اصلا افزایش قیمت نداشته، موبایل 2 برابر شده بنا به دلایل. خب فروشنده‌ای که به من موبایل فروخته چرا باید بیاد بر اساس مثلا شاخص تورم به من خسارت بده؟ بعد همون مابعد تفاوت قیمت ثمن با قیمت روز موبایل رو به من بده. بنابراین باید همون کالا ملاک عمل قرار بگیره. یعنی بیاد بگه آقا ثمن قراردادی چقدره، اگر شما همین کالا رو بخوای دوباره بخری قیمت روزش چقدره. و ما در پاورقی کتاب به یه اصلی اشاره کردیم به نام اصل لزوم جبران کامل خسارت. این اصل جنبه مثبت منفی داره. میگه نه بیشتر باید زیان جبران بشه نه کمتر. یعنی نه بیشتر از آن چه طرف زیان دیده بهش بدیم نه کمتر از اون. اصل جبران کامل خسارت. و این اصل میگه آقا شما باید ارزش همون مبیع رو به ملاک قرار بدید. بنابراین به لحاظ تحلیلی پس باید اگر من خریدار جاهل هستم باید قیمت روز به من بده. یعنی چی؟ یعنی بیاد مابعد تفاوت ثمن قرار داده با قیمت روز اون کالا رو به نحوی که اون پول به من بده، من همون روز برم تو بازار همون کالا رو چیکار کنم؟ به نحو صحیحی خریداری بکنم. این جواب درست و صحیحه.
ولی بازم تاکید میکنم اگر بفرم الان دست یه چیزی شد از لحاظ تحلیلی علم و جهل از لحاظ تحلیلی علم و جهل مهم نیست. علم و جهل خریدار قطعا مهمه، قطعا مهمه. الان ثمن نرخ روز رو کی میتونه این بگیره؟ ببینید اساساً اگر عالم است فقط میتونه ثمن پرداختی رو بگیره، این بس تمام. حالا اگر جاهله میتونه خسارت بگیره، اگر جاهل نیست که اصلا نمیتونه خسارت بگیره. حالا زمانی که جاهله و میتونه خسارت بگیره، حالا سوال اینه که خسارت چقدر میتونه بگیره، با چه مبنایی، با چه متری، اینجا اختلافه. اینجا ما میگیم آقا اگه تو گزینه‌ها داشتی که بای ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن است، اینو بزن، این درسته. اما اگه اینو نداشتی تو گزینه‌ها، قیمت روز ملاکه، قیمت روز همون در واقع کالایی که معامله شد. آقای دکتر من اینجا یه چیزی اشاره کنم خیلی جالبه. میره یه وقت رویه 3 بار سوال بوده، یه بار تو آزمون وکالت، 2 بار تو آزمون وکالت، یه بار دکترای 95 و متاسفانه خیلی جالبه که خیلی قابل انتقاد. توی آزمون دکترای سال 95 میگه که خریدار عالمه، ثمن کی رو بهش بدیم؟ جواب اعلام شد ثمن نرخ روز. این اصلا با کدوم قاعده میشه تطبیق داد اینا که؟ ولی جالبه که 2 بار تو آزمون وکالت سوال دادن گفتن نه اگه جاهله میتونه نرخ روز بگیره نه اصلا به نظر من تردیدی تو این نیست. یعنی شما شک نکنید که فقط غرامت را کسی میتواند بگیرد که جاهل باشد. اصلا به نظر من این اختلافی نیست. اختلافش نحوه محاسبه است که عرض کردم به لحاظ تحلیلی باید قیمت روز همون کالا رو بگیرید، مبی رو. انشالله که درست کنن این رویه هاشون و سوالا معلوم نیست. خب آیده تو زینویس سوال پرسیدن که مثال خواستم برای ماده 403 توی بحث خیانت فکران تأخیر ثمره میگه اگر بایع به نحوی از آنها مطالبه ثمن کند و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده خیار ساقطه. گفتم یه مثالی راجعش بزن. خدمت شما عرض بکنم که ببین خیلی اتفاق میفته. شما حق فسخ دارید، بعد میان یه صورت جلسه‌ای میکنی در خصوص چگونگی اجرا. خب این حاکی از اینه که شما از فسختون عدول کردین دیگه. شما ثمن رو نپرداختین. من به جای اینکه بیام قرارداد رو 3 روزم گذشته، منم خیار دارم، به جای اینکه بیام فسخ کنم با شما یا آقای دکتر ترکمن توافق میکنین که مثلا شما میگه در 2 قسط اینو پرداخت بکنید. نمیدونم شما میگین که من از این طریق پرداختش میکنم. یعنی وقتی ما میایم مجددا یه علیرغمی که من حق فسخ دارم میام یه توافق دیگری حاکی از اجرای اون تعهد میکنم، عملا قرینه بر اینه که میخوام فسخ بکنم. البته چیزی که تو ماده وجود داره این نکته جالبی است، میخواد بگه صرف مطالبه ثمن هم این اثر رو نداره، باید به قرائن بر بیاد که طرف میخواد که نه واقعا بره دنبال اجرا. بنابراین صرف مطالبه رو کافی ندونسته، یعنی صرف این که طرف بگه آقا خب این پول ما رو پرداخت میکنی یا نه رو کافی ندونسته. ولی همین مثالی که زدم به نظر میرسه که از اون قرائنی که میشه التزام به بیع رو کشف کرد دیگه. زمانی که من میام یه توافقی میکنم در خصوص نحوه اجرای تعهد شما، این نشون میده که تمایلی به فسخ قرارداد ندارم و میخوام که برم دنبال اجرا. آیده تو توی ماده 414 خب راجع به اینه که خیار رویت و در واقع اینا تو کلی راه نداره و الزام میکنیم، چندین بار هم گفتیم. بعد زیرنویس یک فرمودید که خیار رویت مختص عین معین و در حکم آن است. پرسیدن که چطوری تو کلی در معین خیار رویت دارید؟ خیلی پیچیده نیست. من وصف میکنم که مثلا میوه‌ای که میخوام بفروشم فلان وصف رو داره، انبار رو میریم ملاحظه میکنیم میبینیم که مثلا نصف انبار اون اوصاف مورد نظر رو داره. خب حالا اگر شما اومدین مثلا میگم 3/4 انبار رو فروختین، خب عملا الان 1/4 اون وصف رو نداره دیگه. این فکر میکنم چندین بار این قضیه تکرار شد که دوستان بحث کلی در معین رو
میتونن مقایسه بکنن دیگه. بنابراین من میوه های انبار رو فروختم، به وصفم فروختم، شما هم ندیده خریدید. حالا اومدین میبینین که اصلا نصف میوه انبار اون اوصاف رو نداره. خب اگه من 1/2 انبار رو فروخت، مثلا 1/2 که اومدم مثلا اندازش نباشه. بله دیگه، مثلا 500 کیلو از 1000 کیلو رو فروختم، خب اون که مشکلی نداره. ولی وقتی من بیشتر از 500 کیلو فروختم، از اون اوصافم نداره، خب شما نسبت به اون قسمتی که اون اوصاف نداره خیار رویت. ماده 415 آقای دکتر تو زیرنویس 2 فرمودید که خیار رویت با پرداخت تفاوت قیمت ساقط نمیشه. پرسیدم منظور چیه و آیا اینجا شبیه خیار قبل داره میشه؟ چون تو خیار قبل هم همچین چیزی داریم که اگر ما به تفاوت حالا پس بده. نه ببین، نکته مهمه، ببین در بحث خیارات، عمده خیارات مبناشون دفع ضرره. اگر اون مبنای خیار از بین بره، خیارم ساقط میشه. خیار رویت مقولش تفاوت ارزش نیست، مقولش اینه که اون وصف رو نداره. بنابراین اگر در خیار رویت قبل از فسخ اون وصفی که موجود نیست ایجاد شد، حالا به هر دلیلی، خود به خود، توسط بایع، حق فسخ از بین میره. ببینید فرض کنید مثلا من گفتم آقا خودکارایی که میخوام به شما بفروشم قرمزه، حالا در اومده آبی. ما اینجا مشکلمون ناشی از تفاوت ارزش نیست که شما تفاوت اینا رو به من بدید، چون اصلا ممکنه من آبی اصلا مورد نیازم نیست، اون رنگ مثلا مورد نیازم نیست. بنابراین خیار رویت در صورتی ساقط میشه که شما اون وصفی که ازش تخلف شده رو ایجاد کنید یا ایجاد بشه. اگر پس اون وصف ایجاد شد از بین میره. ولی اینکه شما بیای بگی آقا خب من تفاوت قیمتش رو به شما پرداخت میکنم، این ملاک عمل ما نیست، مگر اینکه توافق بشه. خب سوال پرسیدن راجع به زیرنویس 1 ماده 420 گفتن این یعنی چی؟ من بگم فقط ماده 420 میگه که خیار قبل بعد از علم به قبل فوری است. بعد آقای دکتر فرمودید که ناآگاهی از وجود خیار این یه قسمت و ناآگاهی از فوری بودن در حکم جهل به قبل است. ماده 1131 رفرنس دادیم، ولی اثبات جهل به قانون با مقبول است. فرمودن که اینو با مثال توضیح بدید، اصلا ناآگاهی از وجود خیار و فوریت. ببینید فرض بکنید که، چون یه پرسش هم من یادم این بود که اصلا چجوری ممکنه بایع مغبون بشه، اینو من مثالاشو با هم ترکیب بکنم. یه پرسشی هم داشتیم میگفتم اصلا بایع مگه میتونه مغبون بشه. شما فرض بکنید یه کسی خارج از کشور بوده آقای دکتر ترکان، 2 سال رفته خارج از کشور. اون موقع که رفته خونش بوده متری 10 تومن، الان بعد 2 سال برگشته خونش شده متری 40 تومن. خب این بنده خدا چون اخبار ایران رو دنبال نمی‌کرده شاید اصلا از این موضوع مطلع نبوده. یکی اومدی گفته آقا من این خونه رو می‌خرم متری 20 تومن. این بنده خدا میگه خب چقدر خوب، خونه‌ای که متری 10 تومن بوده رو 20 تومن میتونه بفروشه. میاد میفروشه، در اینجا مغبون میشه. چرا؟ چون قیمت روزش بوده 40 تومن متری. پس این میشه مغبون شدن بایع. به قیمت عادل ناآگاه بوده، مغبون شده، خیار قبل. حالا ممکنه طرف اساساً علم به این موضوع نداشته باشه، یعنی اصلا بفروشه و از ایران بره، اصلا متوجه نشه که اینجا دوچار چی شده؟ قبل شده. این یه موضوع. حالا فهمید که مغبون شده، رفت تا قیمت بونگا قیمت کرد خونه بخره، دید که نصف اون خونه رو هم دیگه نمیتونه بخره. نمیدونه بعضی وقتا که میتونه قرارداد رو فسخ بکنه به استناد قبل. آقای دکتر کاتوزیان معتقدن که ما میتونیم وحدت ملاک بگیریم از ماده 1131 و کسی که به وجود خیار قبل جاهله، همچنان این خیار قبل رو براش چی بدونیم؟ باقی بدونیم. فقط با این تفاوت که چون جهل به خیار قبل نوعی جهل به حکمه، بنابراین اصلا اماره هم بر اینه که همه از قانون مطلع هستن، بنابراین بار اثبات جهل رو بر دوش مدعی گذاشته. یعنی مدعی باید ثابت بکنه که از وجود همچین خیاری مطلع نبود، یعنی نمیدونسته که میتونه بیاد و معامله رو به استناد خیار قبل به هم بذاره. برعکس جهل به قیمته میشه. پس
احسن. در حالی که در خصوص جهل به قیمت اصل عدم به سود مدعیه، یعنی به سود خواهانه. چرا؟ به خاطر اینکه خریدار میگه خب من به قیمت عادله جاهل بودم، مگر اینکه شخص حرفه‌ای باشه که ما گفتیم شخص حرفه‌ای ظاهر بر اینه که قیمت عادله رو میدونه، ولی عموم مردم ممکن از قیمت عادله مطلع نباشن و اصل عدم به نفع خریدار و به نفع حالا فروشنده است در اینجا و میتونه اظهار بی اطلاعی بکنه و همین اظهارش پذیرفته بشه. خب آقای دکتر، راجع به خیار تبعض صفقه ماده 441 گفتن که زیرنویس 6 راجع به شرایط اعمال خیار تبعض صفقه حضرت عالی فرمودید که این خیار تبعض صفقه ماده 441 زمانی اجرا میشه که شرایط زیر باشه. 4 تا شرط فرمودید. شرط اول اینه که بخش تلف شده قابل تجزیه باشه. خب اینا اگه آقای دکتر اجازه بدید من هر کدوم که بخونم مثالش هم بزنم که سریعتر بتونیم دوست بریم موافق است. کامل کنم. بخش اول اینه آقای دکتر فرمودن بخش تلف شده قابل تجزیه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گرفته باشه. خب اینو با مثال بگیم آقای دکتر. ببینید یه موقع هست شما مثلا میگم من کتاب شرح جامع قانون مدنی رو به شما میفروشم، شما میرید مثلا میبینید از صفحه 400 تا 418ش نیست، 18 صفحه کتاب نیست. خب در اینجا آیا چی بگیم؟ بگیم که مبی مثلا نسبت به 18 صفحه موجود نیست، نسبت به این باطل، نسبت به بقیه صحیح. خب در اینجا اصلا خیار تبعض صفقه راه نداره. درسته که از فقدان داریم صحبت میکنیم، یعنی شما میگی آقا 20 صفحه کتاب نیست، موجود نیست، معدومه، ولی اینجا شما نمیتونید بگین که فروش کتاب نسبت به 20 صفحه باطله، نسبت به مابقی صحیحه. در اینجا شما میتونید از عیب استفاده کنید، بگید آقا این کتاب معیوبه، ولی مجرایی برای خیار تبعض صفقه نیست. پس این که منظور از این که مبی قابل تجزیه باشد داستانش اینه که اجزای این کتاب نیامده جداگونه موضوع معامله نمیتونن قرار بگیرن. این کتاب شما مثلا صفحه‌ای که نخریدی که بیا بگی خب حالا 20 صفحه‌اش نیست پس مثلا اینجا باطله. پس این منظور نکته اول. پس اگر اومده این نکته رو گفته، پس دقت کنید. مثلا شما یه ملکی رو میخرید 3 دانگش مستحقن للغیر در میاد، ممکن شما بگی آقا ملک غیر قابل تجزیه است. دقت کنید منظور از غیر قابل تجزیه این نیست. یعنی شما یه ملکی هم که میخرین، ولی خب شما ملکر چیکار میکنید؟ مثلا میاد میتونید تعیین کنید دیگه، بگید آقا این ملک مثلا 3 دانگش بوده، مثلا قیمت کلش بوده 1 میلیارد، 3 دانگش مستحقن للغیر در اومده. خب به نظر میسه که اینجا مبی نسبت به اون درست نیست، نسبت به مابقی صحیحه. تبعض صفقه تو اینجا میتونه چی داشته باشه؟ جریان داشته باشه. شرط دومش رو فرمودیم بخش باطل شده از عناصر اساسی عقد نباشد. این یعنی چی؟ خب ببینید این نکته منظور اینه که شما میدونید خب بی 2 تا رکن داره دیگه، عوض و معوض داره. اگر اومد و مثلا عوض باطل بود، خب کل قرارداد باطل میشه دیگه. این 2 تا عنصر اساسی عقد داره، یکی عوض یکی معوضه. اگه اومد مثلا من به شما در ازای مثلا شما خونه دادین، منم اومدم 2 تا ماشین به شما دادم، اون مثلا ماشینا مال من نبود، در اینجا شما نمیتونید بگید معامله خونه درسته، ما مثلا اون ماشینا درست، این یه معامله است و عوضش باطله. وقتی عوضش باطله معوضش هم باطله. منظور این بود. یکی از اعضا از بین رفته. با خب بخش شرط سوم گفتیم بخش صحیح عقد از توابع بخش باطل شده نباشه. این یعنی چی؟ خب ببینید من اومدم یه دونه باغ به شما فروختم، یه باغ به شما میفروشم، ضمنش هم یه توافقی میکنیم، من یه راه عبور به شما میدم، شما یه پولی به من میدین، من یه راه عبوری هم به شما میدم، اینم یه توافق دیگه، یه مبلغی هم گرفت. اگر معامله اصلی ما باطل شد، یعنی معامله باغ باطل شد، خب اون راه عبور رو میتونیم ما بیایم بگیم نه اون مثلا درسته، بعد بیایم مثلا ثمن رو تجزیه بکنیم. در واقع این راه عبور در راستای اون قرارداد اصلی به شما داده شده. اگه اون قرارداد اصلی باطل بشه عملا این قسمت دیگه معنایی نداره. اینم مثال برای شرط سوم. و آخریش هم فرمودید تجزیه عقد خلاف قصد مشترک طرفین
نباشد. بله دیگه، این هم یه نکته است. حالا خلاف قصد میده اصل بر اینه که ما تعدد مطلوبی، بنابراین میشه گفت که این شرط اصل بر اینه که وجود در واقع مشکلی نداره، یعنی اصل بر جواز تجزیه است. پس این دقت بکنید که اصلا نیازی به احراز این داستان ما نداره، ولی ممکنه مغایر شرط شده باشه یا استنباط بشه که تجزیه درش درست نیست. حالا من یه مثالی بزنم. شما خیلی از کالاها هست که آقای دکتر ترکمن وقتی شما دو جزء دارین با هم معامله میکنید، مثلا اون جزئی که اهمیت بیشتری داره و بهتره، طرف اینا رو با هم میده، یعنی اساسا جدا از اونها براش موضوعیتی نداره. مثلا برفرض دارم میگم، مثلا شما اسب و کالسکه رو میتونید جدا کنید، اشکالی نداره، ولی یه موقع از طرف میگه آقا اصلا تو قصد مشترک طرفین این بوده که این دوتا با هم معامله بشه. اگر مثلا اسب مثلا معاملش درست نباشه، مثلا من کالسکه خاری رو میخوام چیکار بکنم؟ منتها نکته‌ام اینه، اصل بر اینه که تجزیه اشکالی نداره. اگه کسی اومد مدعی شد که آقا این مغایر با قصد مشترک ما بوده، بار اثبات به عهده اون شخصه که این موضوع رو اثبات بکنه. ولی اصل بر اینه که تجزیه اشکالی نداره. ولی میگم این که تجزیه اشکالی ندارد ارتباط با نظم عمومی که نداره. طرفین میتونن خلافش توافق کنن، بگن آقا اگر معامله اسب باطل شد، معامله کالسکم چیه؟ باطل به تبعش. بعد دقیقا همون ماده بعدیش زیرنویس یکش گفتن که یعنی شما فرمودین تو کتاب که در صورت نقص مبی از وصف مشروط خیال تبعض ایجاد نمیشه. گفتن این یعنی چی؟ خدمت شما عرض بکنم که ببینید، زمانی که جنبه وصفی وجود داره این داستان اتفاق میفته دیگه. مثلا شما فرض بکنید که فرض بگیرید مثلا شیشه یه ماشینی شکسته است، موجود نیست، در اینجا نقص هست، بازم صحبت از فقدانه، ولی واقعیت قضیه اینه که این جنبه وصفی داشته، جزء مبی نبوده. شما در تبعض صفقه ما با جزء مبی در واقع سر و کار داریم. وقتی شما میگین مثلا ملک سدانگش نیست، واقعا جزء مبی نیست، اما در جایی که این وزن جنبه فرعی داره، جنبه وصفی داره و شرط شده و یکی از اوصاف مبی رو تشکیل میده، وقتی یه وصف موجود نیست، در اینجا بحث تبعض صفقه نیست. دقیقاً تو بحث مقدار این قابل بررسی آقای دکتر ترکم، حالا خوب شد اینو مطرح کردین. ما اگه یادتون باشه تو 355 و 384 این بحث رو داشتیم. شما زمانی که میای یه ملک رو میخرید با ابعاد معین، حالا کمتر که در میاد، در اینجا شما بحث باز تبعض صفقه نیست. یعنی کسی نمیاد بگه آقا مثلا شما فکر کن یه ملک محصور رو، یه خونه رو هستن، شما یه خونه رو خریدید، اگه خونه توی مباینامه هست 100 متر، بعد در بیاد 98 متر، اینجا اگر شما در مقدار جز نباشه، همون وصف باشه، جنبه وصفی داشته باشه، قانونگذار چی گفته؟ گفته آقا متضرر خریدار حق فسخ داره، ولی اصلا صحبت از بطلان معامله نکرده. نگفته اگر مبی کمتر در بیاد نسبت به کمتر باطله. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیتونه ثمن رو مسترد بکنه، چون اساسا وصف جزء در واقع اینجا مقدار جزء مبی نبوده، وصف مبی بوده. بنابراین اگر ما اشکالمون در وصفه نه جزء مبی، ما اینجا با همون بحث شروط شرط تخلف از وصف سر و کار داریم. تخلف از وصف چی میگه؟ میگه مشروط حق فسخ داره، اون متضرر حق فسخ داره. بنابراین تبعض صفقه ما جایی سر و کار داریم که نقص ناظر به خود مبیه، جزء مبیه، یعنی وقت طرف باید بگه اصلا جزء مبی موجود نیست. بسیار عالی. زیرنویس 5448 توی بحث اسقاط خیارات، البته این رأی شماره 1591 که دیوان عالیه، فرمودید که توصیف مبی در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به طور مطلق شامل خیار تخلف وصف نخواهد بود. گفتن که این یعنی چی؟ ببینید، من یه ماشینی رو شما میفروشم، میگم آقا من یک ماشین مثلا ساندرو به شما میفروشم سفید رنگ،
درست شد؟ ساندرو مدل 96 سفید رنگ. توی موبایل هم می‌نویسین که من کلی خیارات از خودم ساقط کردم. میریم مثلا سفید نیست، یه رنگ دیگه است. دیوان عالی کشور نظرش این بود که آقا عبارت اسقاط کافه خیارات شامل اوصاف مبیع از باب تعیین نبوده. یعنی ما می‌خواستیم بگیم آقا خب شما وقتی می‌خواید مبیع رو بفروشی بعد مقدار رو بگی، جنس رو بگی، وصف رو بگی دیگه. خب در اینجا اومده گفته آقا وصفش سفیده. عملا شما اگه اینجا اسقاط کافه خیارات بکنید عملا یعنی این وصف بدون ضمانت اجرا میمونه. بدون ضمانت اجرا. اگرچه اشکالی نداره، ممکنه یه کسی عدول کنه بگه آقا برای من مهم نیست، میتونه یعنی نمیگیم مرتبط با نظم عمومیه، شما میتونید حق فسخ خودت رو ساقط بکنی، ولی اطلاقش یعنی بدون اینکه تصریح کنی کدوم خیارات ساقط میشن، صرف قید عبارت اسقاط کافه خیارات این رو ساقط نمیکنه. همچنین ما اگه حالا ادامه کتاب رو دیده باشیم اینو ادامه دادیم، گفتیم در مورد خیار تخلف از شرط صفت هم هست. یعنی شما فرض کن یه نفر بیاد بگه آقا من به شرط سفید بودن از شما میخرم این ساندرو رو به شرط سفید، بعدم تو انتهای مباینامه نوشته باشه که طرفین اسقاط کافه خیارات کردن. خب اگه شما بگی اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف از وصف هم میشه، خیار تخلف از صفت هم میشه، خب پس اون شرط اصلا چه فایده‌ای داره؟ شرط عملا فایده نشه این حکم دادن. پس در واقع میخوان بگن که بعیده که قصد مشترک طرفین این باشه. ببین بحث نظم عمومی نیستا، ولی بحث اینه که آقا بعید میدونیم که اگه یه طرف یه نفر براش مهم باشه که رنگش سفید باشه و این موضوع رو شرط کنه و از یه طرف بگه من حق فسخ ندارم، خب اون که ضمانت اجراش فقط حق فسخه، پس تو اگه حق فسخ نداری پس چه اهمیتی داشته که برات شرط بکنی؟ پس نشون میده جمع عبارت اسقاط کافه خیارات و شرط سفید بودن ماشین نشون میده که آقا ما هدفمون اسقاط خیار تخلف از شرط صفت نبوده، ولی اشکالی از این جهت نیست که این رو ساقط بکنن چون مرتبط با نظم عمومی نیست. هر صاحب در واقع شرطی میتونه از شرطی که به نفع شده عدول بکنه. بنابراین این نکته رو باید بهش دقت کنید، این ارتباطی به نظم عمومی نداره ولی قصد مشترک طرفین منصرفه. یعنی بعید میدونیم که عبارت اسقاط کافه خیارات مطلقش بخواد خیار تخلف از وصف و رویت رو و شرط صفت و نتیجه رو از بین ببره، چون اینا رو عملا بی ضمانت اجرا میکنه. آقای دکتر ماده 460 آخرین سوالی بوده که پرسیدم. آقای دکتر تعداد سوالا خیلی زیاد بود، ولی حالا ما سعی کردیم سوالایی که یه مقدار حالا بهتره رو بپرسیم. تعداد خیلی بالا بود. آخرین سوالشون این بوده که در ماده 460 بحث بیع شرط، ماده 460 میگه که در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی کند که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال. خب حضرت عالی فرمودید که ضمانت اجراش اینه که غیر نافذه. بعد پرسیدن که تصرف فقط ناقل مالکیت ها رو شامل میشه. الان ناقل مالکیت گفتن تصرفی که منافی خیار باشه. هر تصرفی جان پرسیدن این منافی خیار چه نوع تصرفی رو شامل میشه. بعد مثلا شما توثیق که موجب نقل انتقال نیست ولی به نظر میرسه که باز منافی خیار شخص خدمت شما عرض بکنم بایع تلقی بشه. البته ما اینو توضیح دادیم در ذیل ماده 500 توضیح دادیم. متاسفانه بعضی وقتا عبارت‌های متن قانون خیلی دقیق نگارش نشده، ولی به هر حال ظاهر ما یعنی 460 رو اگه بخوایم با ماده 500 جمعش بکنیم ظاهرش میگه آقا هر گونه تصرفی که منافی خیاره صحیح نیست. بعدم گفته از قبیله، محدودش به نقل و انتقال نکرده، از قبیله و یعنی یه جورایی هر چیزی که بخواد مانعی برای بازگشت مال به بایع ایجاد کنه. توثیق هم اصلش درسته، یعنی اگه من ببرم بذارم تو رهن اشکالی نداره، ولی اگر بایع اومد اعمال خیار کرد اون رهن من دیگه اعتبار نداره. به همین دلیل ماده 500 توضیح دادیم اینو که اصل معامله درسته، ولی اگه خیار اعمال شد
معامله بی‌اعتبار میشه. بعد پرسیدن که این تا کی میتونه این تصرفات رو انجام نده؟ تا زمان خیار دیگه. ببین ما که میگم از ظاهر ماده عدول کنیم، مثلا به نظر من تصرفات اشکالی نداره فی نفسه. تصرف زمانی اشکال پیدا میکنه که بایع اعمال خیار کنه. اصلا چه بسا بایع اعمال خیار نکنه. وقتی بایع اعمال خیار کرد، اون معاملات منافی بی‌اعتبار میشه. که این زمانی که اعمال هم گفتید راجبش. آره من یه توضیح بدم، یه سوالی هم چون پرسیدن در مورد ارتباط ماده 454 و ماده 500. ببینید اگر آقای دکتر ترکمن اومد یه ملکی رو به من فروخت، ایشون فروشنده من خریدار، تو قراردادمون شرط شده اگر چکای من برگشت خورد، آقای دکتر ترکمن میتونه معامله رو فسخ بکنه. خب این میشه خیار تخلف از شرط فعل. خیار تخلف از خیار شرط نیست. چرا؟ چون فرع بر اثبات نقض تعهده، میشه خیار تخلف از شرط فعل. حالا اگر منم بردم به شخص ثالث فروختم، شما قراردادتون رو با من فسخ بکنید، تأثیری رو معامله من با شخص ثالث نداره. چرا؟ چون ماده 454 میگه فسخ معامله اول به خودی خود تأثیر رو معاملات بعدی نداره. اما اگر شما خیارتون از نوع خیار شرط باشه، یعنی خیار بدون علت، گفتین آقا من ظرف 3 ماه میتونم قرارداد رو فسخ بکنم، در این صورت فسخ معامله اول موجب بی‌اعتباری معاملات بعدیه. پس این نکته کلیدی است. اگر معامله اول فسخ شد، معاملات بعدی از بین نمیرن، مستند به ماده 454. ولی اگر مستند فسخ خیار شرط باشه، معاملات بعدی از بین میره. در واقع ماده 454 میگه هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشه. نظر غالب اینه که مصداق ضمناً همون خیار شرطه. یعنی در خیار شرط این وجود داره دیگه، قانون گفته، یعنی شما هم در قرارداد تصریح نکنید چون تو قانون گفته به منزله لوازم قانونی عقده. بنابراین خیار شرط در واقع از جمله خیاراتی است که انگار شرط شده که اگر شما بفروشی و بعداً معامله فسخ بشه، معاملات بعدی چیه؟ از درجه اعتبار ساقطه. یه نکته هم من بگم، بعضی دوستان گفتن آقا چرا قانونگذار گفته اجاره؟ خصوصیت خاصی اجاره نداره. یعنی اگه معامله اول فسخ شد، معامله دوم هر چی باشه، اجاره باشه، رهن باشه، فروش باشه، صلح باشه، عموما تأثیری روش نداره، مگر اینکه یا مبنای خیار شرط باشه یا اینکه فروشنده در اینجا شرط چی کرده باشه؟ خلاف کرده باشه. یعنی گفته باشه که اگه شما بفروشی، معاملات بعدی بعد از فسخ اعتبار نداره. خب سوال تمام شد. من یه چند تا سوال خودم دارم. یکی از دوستانم همین که داشتیم شما وصل می‌شدین یه کامنتی گذاشت، من عرض کردم نمیدونم شما یادداشت کردین، ماده 365 و 366 رو فکر کنم پرسیدن. شما یادتون هست؟ من متاسفانه ندیدم آقای دکتر کامنتشون رو. من فکر می‌کنم 365 و 366 رو گفتن. یه نگاهی اگر بندازیم. خب 365 میگه بیع فاصل اثری در تملک ندارد. خب بیعی که باطله اثر قراردادی ندارد، ولی اثر غیر قراردادی داره. اثر قراردادی نداره یعنی نمیتونی شما مثلا بری الزام کنی ثمن رو بگیری، الزام کنی به تسلیم مبیع و بیع باطله، ولی طبیعتا میتونه اثر غیر قراردادی داشته باشه. مثلا اگر خریدار جاهل باشه میتونه بره از باب قاعده غرور علیه فروشنده در دعوا کنه، خسارت بگیره. حالا امیدوارم که پاسخ این سوال رو دوستمون گرفته باشن. 366 هم میگه اگر خریدار متصرف باشه غاصبه. حالا اگر جاهل به فساد باشه در حکم غصبه. بنابراین اینکه فروشنده اومده مال رو در اختیار خریدار گذاشته، اینو از شمول غصب خارج نمیکنه. چرا که رضا به تصرف مالکانه داده بوده، یعنی به تصور اینکه ایشون مالک هست آورده مال رو در اختیارش گذاشت، در حالی که وقتی بیع فاسد شد معلوم شد که ایشون مالک نبوده. بنابراین خریداری که جاهله بازم در حکم
غاصبه، منتها ممکنه حالا از باب قاعده غرور بتونه مثلا هزینه هایی که بابت اون مال انجام داده رو به قار مراجعه کنه و بگیره. خب اینم در مورد این نکته. یک سوال دیگه پرسیدن، گفتن از کجا تشخیص بدیم که مال قابل تجزیه هست یا نیست، که فکر کنم تا یه حدودی اشاره کردیم. یکی از ملاک‌های قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه، اصلا مفهوم تجزیه پذیری و ناپذیری هم خیلی با هم فرق میکنه. یه موقع بحث اینه که آیا به لحاظ فیزیکی و مادی قابل تجزیه است. مثلا شما گوسفند، خب این اصلا به لحاظ فیزیکی قابل تجزیه نیست. نمیدونم ملک با ابعاد معین به لحاظ فیزیکی قابل تجزیه نیست. اما یه موقع است منظور از تجزیه اینه که آیا میتونه به عقود متعددی تبدیل بشه. ببین مثلا این کتاب، این کتاب اصلا قابلیت تجزیه به عقود متعدد رو نداره. شما نمیتونی بگی از قرار صفحه ای اینقدر، که اصلا قابلیت تجزیه به عقود متعدد نداره. ولی مثلا شما در خصوص ملک ممکنه بیای بگی آقا میتونه هر دانگش موضوع یه معامله باشه، مثلا قیمتش باشه 6 میلیارد، هر دانگش رو شما بفروشید به یه نفر به قیمت 1 میلیارد تومان. این قابلیت تجزیه رو از این باب داره. بعد یه سوال پرسیدن، گفتن ماده 200 با 353 رابطهش چیه؟ ببین ماده 200 میگه اشتباه در خود موضوع معامله، 353 هم یه مصداقی از اشتباه در خود موضوع معامله است. جنس، آره دیگه، اصلا نوعاً و عرفاً منظور از اشتباه در خود موضوع معامله اشتباه در جنسه، یعنی اون ماده‌ای که اون کالا ازش ساخته شده. منتها عرفاً وصف اساسی ماده‌ای است که کالا از اون ساخته شده. مثلا شما گردنبند جنس طلا، این وصف اساسی خود موضوع معامله است. ولی همونطور که حالا در کتابم توضیح داده شده، مثلا ممکنه چون این گردنبند عتیقه است، این عتیقه بودن وصفیه که جنبه اساسی تری نسبت به جنس داره. اصلا میگن وصف جانشین ذات. بنابراین 353 مصداقی از ماده 200، ولی این نکته رو در نظر بگیریم که لزوماً جنس خود موضوع معامله نیست. غالباً هست ولی لزوماً نیست، چون ممکنه بعضی وقتا یه وصفی مثل عتیقه بودن بیاد جانشین چی بشه؟ اون جنس بشه و اون رو به وصف فرعی تبدیل بکنه از وصف اساسی. یک نکته دیگه هم عرض بکنم آقای دکتر رو دیگه تمام، در مورد خیار عیبه. شما همونطور که مستحضرین، چون خیار عیب متضمن 2 اختیاره، هم فصل و هم ارج، قانونگذار اومده گفته آقای مشتری، اگر تو نمیتونی مبیع رو به کیفیت اولیه مسترد کنی، تو حق فصل نداری. اگه مشتری نتونه مبیع رو به کیفیت اولیه مسترد کنه، مثلا فرض بکنید که پارچه رو لباسش کرده، نمیتونه برگردونه دیگه، پس پارچه معیوب فقط باید ارش بگیره. اگه رفته با خودرو تصادف کرده، نمیتونه ولو خودرو معیوب بوده دیگه فسخ کنه، فقط میتونه ارش بگیره. اگه خودرو رو برده به دیگری فروخته، نمیتونه فسخ بکنه. چرا؟ یعنی یک نخ تسبیحی وجود داره که تمام مصادیق عدم امکان فسخ به استناد خیار عیب که در ماده 429 اومده به هم وصل کرده و اون یه واژه، در واقع یه عبارت کلیدیه: هرگاه مشتری نتواند مبیع را به کیفیت اولیه مسترد کند، حق در خیار عیب نداره، فقط میتونه ارش بگیره. حالا سوال چیه؟ ببین یه شخصی میاد یه خودرویی رو میفروشه، اشکال داره این خودرو، مثلا این خودرو تصادف داشته، خودرو معیوبه، موتورش ایراد داره. اگه من ببرم به دیگری بفروشم، من خیار عیب ندارم، فقط ارش دارم. حالا اگر معامله بین بره برگرده به شما، بله، اگر که بله، به خاطر اینکه برگردیم به همون قاعده دیگه. حالا پس چون میتونم به کیفیت اولیه برگردونم، پس خیار عیب دارم. همون ضابطه رو بگیریم، مثلا 429 اصلا نمیخواد حفظ بکنه، فقط همین ضابطه یه خطی. من بتونم مبیع رو به کیفیت اولیه برگردونم، دارم. نتونم، پس نه. حالا اگر اومد مبیع معیوب بود ولی بایع این عیبو پوشوند با عملیات متقلبانه، اینجا من 2 تا خیار دارم. یه خیار عیب، یه تدلیسه. پس اگرم به شخص ثالث فروختم،
درسته که خیار عیب ندارم و میتونم عرش بگیرم، یعنی در عرش گرفتن من که اصلا تردیدی نیست، اما میتونم به استناد خیار تدلیس همچنان قرارداد فسخ کنم. پس این نکته ظریفه. یه کار دیگه هم میشه اگه طرف، چون خیار عیب قابل اسقاط دیگه، اگه خیار عیبش رو ساقط کرده باشه باز میتونه به استناد تدلیس فسخ کنه. اینم نکته قشنگ که اگر تو اسقاط کافه خیارات خیار عیب نتونست و یکی اومد گفت اصلا عرشم ساقط شده، در این صورت خیار تدلیسش سر جاش. پس این نکته ضروری است که بهش اشاره کنیم. پس اگر مشتری برداشت مال معیوب و فروخت دیگه حق فسخ نداره، فقط عرش داره. ولی اگه تونست به استناد یه خیار دیگه معامله رو فسخ بکنه، خب اون اشکالی نداره. البته تو گزینه‌ها اگه اختلاف باشه طبیعتا ما همیشه اون گزینه نزدیک به نص قانون رو انتخاب می‌کنیم. مثلا این سوال بیاد یه گزینه زده که مثلا فقط میتونه عرش بگیره، برفرض میگم مثلا گفته میتونه عرش بگیره، یه گزینه گفته میتونه فسخ بکنه، خب طبیعتا اون گزینه که میگه عرش بگیره که مسجله، ما تردیدی توش نداریم که عرش میتونه بگیره. ولی در اینجا حواسمون باشه که فسخ هم قابل بررسیه به استناد خیار تدلیس. من فکر میکنم حالا چیزایی که یادداشت کرده بودم میخوای یه وقتی دیگه بذاریم بعد سوالا مدنیش رو پاسخ بدیم، خیلی سوالا زیاد. نه یه دونه دیگه هم من جواب بدم چون واقعا ما شرمنده دوستان میشیم بعضا پرسش مطرح میکنن. 386 گفتن که به هر حال مشتری حق گرفتن خسارت داره یا نداره. ببینید در ماده 386 آقای دکتر کاتوزیان گفتن اگر معامله فسخ شد به دلیل تخلف از مقدار، گفتن مشتری میتونه خسارت بگیره. یعنی فسخ مانع گرفتن خسارت نیست، چون من فسخ کردم دیگه نمیتونم بگم آقا چون فسخ کردی دیگه خسارت نده. من یه مثال بزنم. ببینید شخص یه ملکی رو بهش فروختین، یه اصلا فرشی رو فروختین، به جای 12 متر بوده 9 متر، اومده فسخ کرده. حالا چون فسخ کرده دلیل نمیشه که خسارت نگیره، که میتونه خسارت هم بگیره. منتها دو تا کازیون گفتن شرط گرفتن خسارت اینه که فروشنده مقصر باشه، تجاوز از رفتار متعارف کرده باشه. به همین دلیل گفتن اگر فروشنده اومد به شرط مقدار فروخت، یعنی خودش هم گفت من نمیدونم این چقدره، به شرط اینکه اینقدر فروختم، گفتن در اینجا شما میتونید فسخ کنید ولی امکان گرفتن خسارت ندارین، چون خود فروشنده هم اومده به نوعی گفته آقا منم نمیدونم مقدارش چقدره. و اون جهل و علم فروشنده پس مهمه. ببینید در اینجا نکته شاید علم و جهله نیستا، بس تقصیریه که میخواد آقای دکتر کاتوزیان اینجا قائل شده. اگرچه این نکته رو بهتون بگم این در واقع زیرنویس خاصی است که آقای دکتر کاتوزیان قائل شدن و الا ما در قاعده غرور به لحاظ فقهی واقعا همچین شرطی نداریم. یعنی در بحث غرور آنچه که فقط ملاکه علم و جهل خریداره، ما اصلا علم و جهل فروشنده برامون ملاک عمل نیست. شاید اینجوری هم تفسیر بکنیم که عملا فروشنده با این شرط داره به خریدار میگه تو با این ریسک داری خریداری میکنی. اینجوری شاید تعبیر بکنیم که مباحث با هم جمع در بیاد. یعنی میخواد بگه آقای خریدار تو با ریسک این که ممکن است کالا منطبق نباشد داری خریداری میکنی، بنابراین اگه بعداً هم منطبق در نیامد دیگه ادعای خسارتی برای تو متصور نیست. تو ضمان درک هم همینا، ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من در مالکیتم تردید دارم میفروشم به تو، ولی اگه بعداً کشف در اومد که من مالک نبودم من مسئول خسارت نیستم. خب میدونید ما میگیم این درسته دیگه، ما میگیم این درسته. پس علارم که خریدار جاهل بوده ولی امکان رجوع نداره. پس جنبندی بکنم، همین که خریدار جاهله میتونه خسارت بگیره، مگر اینکه فروشنده بیاد حالا یه همچین شرطی داشته باشه که با این ریسک و تردید اومده مال رو فروخته. خب خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون. ما از شما ممنون آقای دکتر. راجع به مطالب توضیح دادید. واقعا ممنونیم و امیدوارم که تونسته باشیم دیگه حد اکثر سوالا رو پاسخ بدیم، ابهامات رو برطرف کنیم. ولی خب جلو عذرخواهی کردیم یه سری سوالا رو نمیرسیم پاسخ بدیم. من سعی می‌کنم حالا اون سوالایی که مهم‌تره رو ازتون بپرسم. با این حال بازم از همه تشکر می‌کنم که تحملمون کردن، دیدنمون، از شما به خصوص که وقت گذاشتید. سلام باشید. ممنون از حوصله دوستان که این 2 ساعت با ما بودن. ممنون، متشکر.
فایل هم که انشالله در تلگرام میتونن دانلود بکنن اونایی که کامل ندیدن. ممنون. با دادبانان دانه باشید.